بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که هر روزه به فضل الله متعال در ماه رمضان پخش خواهد شد به صورت زنده. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی انشاءالله خواهم. خواهش میکنم. بینندگان عزیز انشاءالله بعد از سوالی که پرسیدیم تماس ها وصل خواهد شد و از شما همیشه تکرار میکنم که لطفاً سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین آماده و همچنین وقتی تماس وصل شد از طریق گوشی تلفن به صحبتون ادامه بدین، منتظر نباشید صدا از گیرنده پخش بشه. جمعه بیننده گفتن که در ماه مبارک رمضان سال پیش معده درد داشتن و معدهشان خون جمع کرده بود. چند مدتی هم به دکتر مراجعه کرده بود. دکتر گفتن که جگرتان زخم پیدا کرده و کمخونی زیاد دارین. گفتن که نظر دکتر این بوده که روزه نروم، ولی باز گفتن که از نظر علمای خودتان بپرسین که از نظر شرعی آیا اجازه هست یا نه که به خاطر معده درد و خونریزی معده روزه برون یا نه. گفتن که نظر شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. حکم شرعی روزه بستگی به وضعیت جسمانی ایشون داره. اگر واقعا همون گونه که پزشکشون تشخیص داده و ایشون نمیتونند روزه بگیرند یا اگر روزه بگیرند بیماریشون بیشتر خواهد بود، منجر به خونریزی یا موردی از این قبیل می شود، در این صورت از نظر شرعی هم ایشون مجاز هستند که روزه نگیرند و به جایش فدیه بدهند. اما اگر این بیماری و مشکل معدهشون در حدی نیست که مانع روزه بشود، گرچه پزشک این تشخیص داده که روزه نگیرید شما، اما عملا شما خودتون میدانید که توانایی روزه گرفتن رو دارید و اگر روزه بگیرید درد مضاعفی را یا مشکلی دیگری رو در واقع احساس نمی کنید، در این صورت حکم شرعی این است که شما باید روزه بگیرید. تا جایی که برای شما ممکن هست روزه بگیرید. اما اگر چیزی بالاتر از توانتون بود، بیماریتون بیشتر میشد، احساس درد زیاد میکردید، در اون صورت از نظر شرعی هم معاف هستید و در آن صورت به جایش میتوانید که فدیه بدهید و فدیه روزه نصف سا هست، یعنی معادل 1.5 کیلوی گندم یا برنج یا اقلام غذایی دیگر که در برابر هر روزی که روزه نگرفتید معادل 1.5 کیلوی غذا رو و خوراکی رو به یک مسکین باید بدهید. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که زمانی که قرآن کریم میخوانند برای اینکه اشتباهی نکنن از صدای تلاوت قرآن استفاده میکنن و جز تعقیب میکنن برای ختم قرآن. آیا این کار درست یا نه؟ بله، از نظر شرعی اشکالی نداره. اگر واقعا کسی به خاطر اینکه خودش قرآن رو بهتر یاد بگیرد و روانتر بخواند، ابتدا مثلا صوت یک قاری رو میشنود، تلاوت یک قاری رو میشنود و خودش بعد از آن تکرار میکند، در این صورت هیچ اشکال شرعی ندارد و کاملا تلاوتشون انشاءالله که صحیح است. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که اگر روزانه صدای یک جزء از تلاوت قرآن کریم را در خانه بگذارند تا 30 جزء کامل، آیا ثواب قرآن نصیبشان میشه یا نه؟ اصل در قرآن کریم استماع است، یعنی استماع مطلق چندان ثواب و پاداشی رو نداره. یک مطلبی هست سماع یعنی شنیدن و دیگری هست استماع یعنی گوش فرا دادن.
این که در یک جایی صدای قرآن پخش بشود و شما ناگهانی این صدا به گوش شما برسد بدون اینکه قصد شنیدن داشته باشید، بدون اینکه قصد تدبر داشته باشید، بدون اینکه گوش فرا بدهید، این در واقع پاداشی رو برای شما ندارد. اما اگر شما در خونه خودتون قرآن رو روشن کردید، از روی تلویزیون هست یا از روی موبایل هست، صدای تلاوتی رو خودتون روشن کردید و نشستید میشنوید آن را، یعنی گوش فرا میدهید به آن، حواستون به قرآن کریم هست، این استماع به آیات قرآن کریم هست و همان گونه که تلاوت آیات قرآن و خواندنش ثواب دارد، استماعش یعنی گوش فرا دادن به قرآن هم ثواب دارد. اما شنیدن بدون اراده این ثوابی رو در بر نداره، چه بحث گناه باشه چه بحث طاعت و عبادت باشه. به طور مثال شما از یک مسیر رد میشوید، صدای موسیقی ناخواسته به گوش شما میرسد، شما در این زمینه گناهکار نیستید. و به همان گونه اگر ناخواسته صدای قرآن به گوش شما برسد، در این صورت شما استماع نکردید، عبادتی رو انجام ندادید، برای شما ثوابی رو نداره. در صورتی ثوابی دارد که شما عمدن استماع بکنید، یعنی به قرآن گوش فرا بدهید. و حکم شرعی در هنگام شنیدن قرآن این است که شما گوش فرا دهید، استماع بکنید و سکوت بکنید. در این صورت برایتون انشاءالله که موجب ثواب خواهد بود. انشاءالله. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز وصله و اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. مسعودم از ایران. در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم نظر استاد. من 2 تا سوال داشتم، اگر لطف کنم ممنون میشم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول اینه که دیروز یکی از تماسگیرنده‌ها از استاد سوالی پرسیدم و استاد یه جوابی دادم، برای من شوفه شد. سوال پرسیدن که چرا علمای اهل سنت شبکه‌های توحیدی رو تایید نمی‌کنن، که استاد اومدن در جواب گفتن که همه علمای اهل سنت ایران شبکه‌ها رو تایید می‌کنن و در برنامه‌های ما هم حضور پیدا می‌کنن. حالا سوال من این که با توجه به اینکه در ایران از جمله رهبران مهم ما اهل سنت مولوی عبدالحمید و مولانا گرجی هست، چرا تا حالا اینا برای یک بارم که شده با این شبکه‌ها مصاحبه نکردن؟ از این برادر عزیز و ارجمند، استاد اگر جواب بدن. برادر گرامی، شما دیروز فرمودید که اهل سنت هستید. شما ایشون کس دیگه بودن، بیننده دیگه بودن. استاد سوالی داشتید در خدمت. شما فرمودید اهل سنت هستید، دیروز هم تماس گرفتید. من گفتم که من شنیدم از برنامه شما یه تماس گیرنده سوال پرسیدن. بسیار درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله. اگه سوال شرعی باشه، چون که ما رد شبهات این دارید، برنامه فتواست و وقتم بسیار کمه. ببخشید دیگه این حالا پرسیدم، اجازه بفرمایید. اجازه میدید؟ بفرمایید. بله. سوال دومی که علمای اهل سنت تو ایران معمولا شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل، در حالی که تو این شبکه‌ها میگن که باید دست از مرگ گفتن به اسرائیل برداشت. این تناقض ما چیکار کنیم؟ این اگر لطف کنن ممنون میشم. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون. هرچی که حرفتون کاملا با واقعیت تناقض داره و شما که حرف مرگ بر اسرائیل میگین، اما در عمل هم دارین مردم سوریه و کشورهای اسلامی و یمن رو دارین تار و مار و نابود و حمله‌های شیمیایی که دیگه معروفه که چه کسانی دارن قتل عام کودکان سوریه رو دارن انجام میدن، دیگه برای همه واضح هست. تشکر میگیم. با این وجود بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عباسی، در خدمت شما هستیم. سوال شرعی اگر دارید بفرمایید. بیننده گرامی، شما رو خط هستین، لطفا صحبت کنید. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفا صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ماه مبارکی رمضان تبریک میگم. انشالله سلامت باشین. طاعات و عباداتتون قبول بشه. در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، لطفا صحبت کنید. ظاهرا تماس مشکل داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. میبخشین من یک سوال داشتم بفرمایید. میخواستم بپرسم که وقتی که آدم نماز تهجد میخوانه، منظور نماز تراویح 20 رکعت تراویح که آدم میخوانه، بعد از ضرور است که آدم تهجد هم بخوانه یا نه همی کافی است؟ درست سوالی هم دارین؟ تشکر یک جان، ممنون. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی تماس شما وصله، لطفا از گوشی تلفن صحبت کنید. سوالشون خدمت استاد محترم. در خدمت شما هستیم. سوال اول من این است که کسی که میشنوی؟ بله. کسی یک خانه را به گرو میگیرد، 2 طبق یا بیشتر باشد. بله، به گرو میگیرن. بعد یک طبق خودش بنشیند و طبقهای دیگرش به کرایه دهد. حکم این چیست؟ بعضی علما میگویند این سود هست. سود دهنده و سود گیرنده گناه اش یکی هست. همینجوریه. مسئله گیرو را اگر گرفته باشیم استاد محترم. درست، سوال واضح است. حکم سوال دیگه هم دارین؟ سوال بعدی بالا کردن انگشت سبابه در تشهد، استاد دو تا بکنه توضیح بدن، خودشون انگشتشون بالا کنن ما متوجه باشیم. زیادی ما این کار رو نمیکنه، میگن که این حروم است، ندیمی توجه بالا کنیم توجه پایین کنیم. درست، تشکر از شما. تشکر، خدا شما خیر. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. ببخشید من یک سوال داشتم. همیشه من ختم قرآن شریف که میکنم همیشه وضو میگیرم، اما دیروز وقتی که 2 سپاره از قرآن خواندم 2 جزشه، بعد از اون متوجه شدم که وضو ندارم. آیا این 2 جز اثر بخونم یا قبول میشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ خدا نگهدارتون. رنده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی تماس شما وصل، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. استاد جور هستید. میبخشید من افغانستان هستم، ناصری. یکی بلندتر صحبت کنید، صداتون خیلی پایینه. باشه یک دفعه که سلام. مادم محتر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میبخشید استاد، مادم محتر چای میکنم، برنامه شما را میریزم. خوشحال شدم که برنامه شما را میریزم، ولی همین آقایی که زنگ زده بود که به نام اهل سنت از ایران، والا این همی آدم در شبکه کریمان زنگ میزنه، درست. سوالا میپرسن، میره لطفا جواب نده، این آدم شیطان است. میپرسید از اینمی که یک چند سوال میکرده که تو اهل سنت هستی، اینمی سوال جواب بده. بله، اینا دیگه مشخص هستن چه کسانی هستن. تشکر از شما. فهمیدی استاد؟ بله. تشکر از استاد محترم. خداحافظتون. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، اگر از خانم در بعضی از ماها به طور عموما عادت ماهوارش افروز است و در روز 8 کاملا پاک میشه، ولی در ماه رمضان یا ماهای دیگر اگر مثلا امی عادت ماهوارش قبل از افروز و یا 8 روز دوام کرد، این خانم چی کنه؟ روزی خود بگیره یا ایست که همو مطابق همیشه همو افروز اگر پاک بود نبود چیز کنم در روز 8 باید غسل کنم؟ یعنی هدف میست استاد محترم که اگر در ماه رمضان هم یک اتفاق بفته، مثلا همیشه این خانم افروز در عادت ماهوار بوده، ولی در ماه رمضان
اتفاق برش پیش بیاید که در روز ششم پاک شود و امکان داره در روز هشتم پاک باشه، این خانم چی کنه، روزه بگیره یا خیر؟ سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ جزاکم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. دارن تماس مشکل داره، یعنی بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام باشین. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. ببخشید یه سوال داشتم. میخواستم ببینم این ماه مبارک رمضان این وجوهات از جمله زکات و امثال اینها را میشه به تو مردم مظلوم فلسطین و یمن اختصاص داد یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. استاد محترم، من سوالم در مورد قنوت وتره. کلا در مورد قنوت وتر چجوریه؟ حالت دستا باید چجوری باشه؟ دعای قنوت باید چطوری باشه؟ واجبه یا واجب نیست؟ همشو میخواستم بدونم. یه سوال دیگه هم میخواستم بپرسم در مورد نماز تراویح تو رمضان خیلی فضیلتش بیشتره یا قرآن خوندن؟ و یه سوال دیگه هم داشتم در مورد روزه های شعبان، باید تا 15 شعبان باید روزه بگیریم، بعد 15 شعبان نباید روزه بشیم یا اشکالی نداره بعد از اونم روزه باشیم؟ الله به شما جزای خیر بده. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بنده گرامی لطفاً صحبت کنید. بنده گرامی صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. دارم تماس مشکل داشت. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. دکتر زنگ میزنم، یه سوال داشتیم. بفرمایید. سوالتون؟ بنده گرامی صحبت کنید. الو. بفرمایید. صدای شما وصل، لطفاً سوال شهریتون رو بفرمایید. الان تماسشون قطع شد. من بنده همیشه خواهش میکنم وقتی تماس گرفتن دیگه صبر نکنن صدا از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر وصل میشه و فکر میکنن که اصلا تماس گرفته نشده، حتی تماس رو قطع میکنن. یعنی مشکلی است که خیلی زیاد هم پیش میده و باید اینو در نظر داشته باشیم بینندگان عزیز. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، لطفاً صحبت کنید. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. ممنون از شما و برنامه‌تون. تشکر. سوالی داشتم از استاد، می‌خواستم جواب بدن. بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً اگر رو خط هستین لطفاً صحبت کنید. ظاهراً تماسشون مشکل داشت. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. استاد ارجمند، سوالی داشتم از محضرتون، سوالی که در واقع هم اعتقادی هست هم فقهی، با توجه به بروز برخی نقطه نظراتی که تفکرات مختلف در وجود انسان گسترش میده، از اساس ما بر مبانی فکری و اعتقادی دوچار هستیم که برخی افراد وجودی انسان رو در هر موجودی قرار میدن. در واقع برخی بایدها و نبایدهایی که
وجود انسان را در شایعه و نشایعه قرار میده، بر احکام فقهی منطبق میکنه. با توجه به اینکه الان در ماه مبارک رمضان هستیم، اگر شرایطی مهیا بشه که اگر فردی در خصوص نگرش‌های مختلف فکری، اعتقادی، دینی مختلفی، جغرافیایی و یا حتی تاریخی دچار تزلزل بشه و این تزلزل بر اساس اون مبانی فکری، اعتقادی، دینی و تاریخی باشه، هرچند گذرش زمان در وجود انسان تاثیرات منفی میذاره، اما هر مثبتی که فکر انسان در گذر تواریخ مختلف یعنی عزیز اگر شما یک مختصر بگین که اگر انسان دچار تزلزل فکری بشود در رمضان یا غیر رمضان آیا این مشکلی دارد یا نه؟ منظور شما اینه دیگه، از نظر مبانی فکری و عقیدتی و بقیه اعمال. یعنی اگر خلاصه بگین خیلی متشکر میشیم. درسته سوالتون؟ من اینجوری نوشتم اگر انسان دچار تزلزل بشه در عقیده، در فکر، در چیزای امور اسلامی، یعنی یکی از حکمت‌ها به قول معروف اینه که سوال رو خیلی انسان به صورت مختصر و آماده داشته باشه که هم خودش متوجه بشه هم دیگران و بازی با کلمات هم نباشه. سلام علیکم، بفرمایید. در خدمت شما هستیم برادر. سلامت باشین، بفرمایید. سوال شریعتون؟ ما در همین تلفن صورت حساب تلفن وقتی تمام میشه قرض میگیریم، وقتی ما پرداخت میکنیم ما زیادتر میگیرن، همین مریبا محسوب میشه. من نفهمیدم برادر عزیز. وقتی که شما وقتی صورت حساب تلفن ما تمام میشه همون شرکت ما قرض میتن چند تومان. درست. وقتی همین قرض میگیرن پرداخت میکنیم زیادتر میگیرن، همین ریبا محسوب میشه یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایید. دارن تماسشون مشکل داره. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ظاهرا تماس مشکل داره. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه می‌بینیم و دوباره باز خواهیم گشت. با ما باشید. العفو منك إلهي والذنب جاء مني، العفو منك إلهي والذنب جاء مني، والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني، حسن ظني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني، العفو منك إلهي والذنب جاء مني، والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني، حسن ظني. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب
حسن ظني ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي فإذا رادت يدي من ذا يجيب دعايا فإذا رادت يدي من ذا يجيب دعايا أنت مولاي ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني علما زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بینندگان عزیز چندین سوال پرسیدن و اولین بیننده که مزاحم بودن و ظاهرا گیرندگیشون هم پایین اومده بود اگرچه که زیاد ساندویچ خوردن همین هم شاید باعث شده که این ساندویچ خوردن ها باعث بشه که گیرندگیشون پایین بیاد و متوجه نشدن که دیروز شما در مورد علمای اهل سنت چه نظری دارید؟ در مورد این افراد معلوم الهویه هستند در همه شبکه‌هایی که وجود دارند اصلا از لحن صحبتشون مشخص است. الحمدلله اهل سنت و الجماعت نیازی به این ندارند که کسی به اونا بگه که کدوم شبکه سنی هست و کدوم شبکه سنی نیست. اهل سنت و الجماعت به دین خودشون به آیین خودشون آگاه‌ترند، علمای خودشون رو بیشتر از افراد دیگر میشناسند. نیازی نیست که بدخواهانی بیان برای اهل سنت و الجماعت در این زمینه دلسوزی بکنند. الحمدلله علمای اهل سنت و الجماعت موضع گرفتند در مقابل شبکه ولایت. جریانی که با شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید به وجود آمد، جناب مولانا عبدالرحمن چابهاری موضع گرفتند علیه شبکه ولایت. جایی که نیازی به حرف باشه قطعا علمای اهل سنت و الجماعت سکوت نمی کنند و حق را همیشه بیان می کنند و الحمدلله اهل سنت و الجماعت هم کاملا آگاه هستند و دوست و دشمن خودشون رو کاملا تشخیص میدن. جزاک الله خیر.
به سوال بینندگان واقعی برمیگردیم. بینندگی پرسیدن که وقتی که انسان نماز تراویح میخواند آیا نماز تهجد هم میتونه بعد از اون بخونه یا همون کافیه؟ نماز تراویح و نماز تهجد در واقع هر دوتا یک اسمی هستند و بر هر دو نماز، یعنی هم نماز تراویح و هم نماز تهجد که در واقع اینا قیام رمضان هست، یعنی عبادت کردن و نماز خواندن در شبهای ماه مبارک رمضان. و اسم تراویح به خاطر این هست که در وسطش استراحت میکنند و تهجد به خاطر این که بعد از این که انسان میخوابد دوباره بلند میشود و در آخر شب نماز میخوانند، اسمش رو گذاشتن تهجد. وگرنه هم تراویح و هم تهجد یعنی نماز خواندن در شبهای ماه مبارک رمضان هست و هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. وقتی که شما نماز تراویح را خوندید نیازی به تهجد نیست و اگر خواستید تهجد بخونید به تعبیر خودتون یا بیشتر نماز بخونید هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود نداره. هر مقدار که شما شوق و ذوق دارید، توانایی دارید، می توانید که در شبهای ماه مبارک رمضان به عبادت بگذارانید. منتها در مورد این که قیام اللیل چه وقتی شمرده می شود و حساب می شود و پاداشش به انسان می رسد، در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل. هر کسی که با امام قیام بکند، یعنی پشت سر امام نماز بخواند، همین نماز جماعت و نماز تراویح، تا زمانی که نماز تمام می شود این در واقع قیام اللیل برایش محسوب شده، یعنی نوشته می شود گویا که قیام اللیل را انجام داده. و اگر بعد از آن خوابیدید، استراحت کردید و تهجدی نخوندید هیچ گونه اشکال شرعی نداره و کاملا به اختیار خود شما هست. وگرنه تراویح و تهجد هر دو به معنی نماز خواندن در شب هست، در شب‌های ماه مبارک رمضان که با جماعت میخونند و در وسط استراحت میکنند اسمش تراویح هست. شما اگر تنها خوندید باز هم اسمش همون تراویح یا قیام یا تهجد یا قیام اللیل، همه اینها در واقع یک عمل واحد و مشخصی هست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن اگر کسی خونه ای را به گرو بگیرد که از 2 طبقه یا بیشتر تشکیل شده است و یک طبقه خودش بنشیند و طبقه های دیگر را به اجار بدهد، حکمش چیست؟ آیا سود حساب می شود؟ خود بحث گرو گرفتن گرچه از نظر شرعی مطابق با احکام و قوانینی که رهن هست در شریعت اسلامی، این گرو گرفتن و این صورتی که امروزه رواج داره این از اصطلاح شرعی گرو یا رهن شرعی نیست و بهتر بود که این رو به یک کیفیت دیگری تغییر میدادن، به گونه‌ای که کل این مبلغی که داده میشه محاسبه میشد از جزء کرایه خونه، اینو حساب میکردن، این اولاتر و بهتر بود. منتها در مورد این که اگر کسی یه خونه ای رو گرو کرد به تعبیریشون یا به تعبیری دیگر خونه ای رو اجاره کرد، آیا حق دارد که دوباره این خونه رو به فرد ثالثی دوباره اجاره بدهد؟ در صورتی که صاحب منزل هیچ گونه ممانعتی در این زمینه ندارد و راضی هست که شما این خونه رو به یک فرد دیگر دوباره اجاره بدهید، در این صورت هیچ اشکال شرعی نداره. خونه ای رو که شما گرو گرفتید یا اجاره کردید میتوانید به یک فرد دیگر اجاره بدهید. جزاکم الله خیر. بالا بردن انگشت سبابه در تشهد در مورد اشاره در تشهد حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم هست، کاملا این رو توضیح میدهند روش تشهد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون میگن که اذا جلس فی الصلاه وضع کفه الیمنى علی فخذه الیمنى، که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به تشهد می نشستن دست راست خودشون رو بر روی زانوی دست راستشون میگذاشتن و دست چپ رو بر روی زانو و ران پای چپشون میگذاشتن و در این روایت اومده و قبض الاصابع كلها و تمام انگشتان رو رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع میکردن، یعنی دست خودشون رو در واقعشون مشت میکردن و اشار باصبعه التي تلی الابهام، به این انگشت سبابه که کنار ابهام هست با این اشاره میکردن، یعنی کلا به این صورت دستها رو میگرفتن و با این انگشتی که اشاره هست یا در واقع با این اشاره میکردن و در هنگامی که دعا خونده میشود در التحیات مواردی که دعا هست مانند درود اللهم صل علی محمد و آل محمد، در این زمینه دست را به این کیفیت تکان بدهد یا زمانی که برای خودش بعد از تشهد دعا میخواند دست را تکان بدهد. و همچنین در روایت حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه که در سنن نسائی اومده در
که ایشون میگه که یک روزی گفتند که من امروز نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دقیقا نگاه میکنم ببینم که رسول الله صلی الله علیه وسلم به چه صورت نماز خوندن. ایشون میگه در آخر نماز وقتی در تشهد نشستند رسول الله صلی الله علیه وسلم دست خودشون رو مشت کردند و این دو تا انگشت رو دایره کردند، یعنی این انگشت وسطی رو با انگشت ابهام رو اینو به این صورت ابهام دایره کردند و بقیه دستش به این صورت جمع بود و با این انگشتشون این رو اشاره میکردند که حضرت وائل ابن حجر میگه فرأیته یحرکها، من دیدم که دست خودشون رو انگشت خودشون رو تکان میدن. پس بنابراین تحریک سبابه یعنی حرکت دادن سبابه یا اشاره کردن با انگشت اشاره سبابه در نماز جز سنت های عملی نماز هست. اگر در یک منطقه‌ای هست که مردم حساسیت دارند، شما اگر این رو ترک کردید بر شما گناهی نیست، اما جز سنت های عملی که در نماز هست این است که انسان در هنگام تشهد دستش باید به این کیفیت باشد، این دو تا انگشت با هم دیگر حلقه میشوند، دایره تشکیل میدن و دو تا انگشت دیگر جمع هستند و با این انگشت اشاره بکنند، خصوصا در هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا میکردن یدعو بها یحرکها، یدعو بها با این دعا میکردن، در هنگام دعا این انگشت رو تکان میدادن و این جز سنت های عملی نماز است. و این اشاره کردن با انگشت در تحیات جز تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت در این زمین اتفاق نظر دارند. در تمام مذهب شافعی، مذهب حنبلی، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مالکی، همشون اشاره هست، یعنی اشاره در نماز، یعنی اشاره با سبابه یا با این انگشت در هنگام التحیات جز تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، در این زمین اختلافی وجود نداره. فقط در مورد تحریکش که بعضی از عزیزان هستند که انگشت رو به این کیفیت در هنگام نماز همیشه در حرکت میدن، این هم ثابت است از حدیث حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه که در سنن نسائی هست و روایت هم صحیح است. جزاکم الله خیر. بیان گفتن که همیشه وقتی قرآن میخونن وضو میگیرن، اما یک بار دو جز خواندن بعد متوجه شدن که وضو ندارن. آیا این دو جز خواندنشون اشکالی نداره؟ به اتفاق علما تلاوت قرآن در حالت بی‌وضوئی از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست، گرچه جزء آداب تلاوت این است که انسان وضو بگیرد. اما اگر کسی یک جایی بود که وضو نداشت، نمیتوانست وضو بگیرد یا اینکه فراموش کرد وضو بگیرد و بدون وضو قرآن رو تلاوت کرد، تلاوتش کاملا صحیح است و لازم نیست که شما دوباره این دو جز رو از اول بخونید. همون چیزی که خوندید انشاءالله برای شما حساب خواهد شد و ختمتون و تلاوتتون صحیح است. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که خانم یه عادت دارد که همیشه به صورت کلا یعنی ماهانه 7 روز عادت بشه، اما در ماه رمضان اگر 6 روز روی عادت شود چیکار بکند؟ یا بیشتر یا کمتری؟ به صورت کلی پاک شدن از عادت ماهیانه 2 تا علامت دارد که در شریعت اسلامی اینها ملاک هستند. علامت اولی این است که در واقع زن ماده و مایع سفید رنگی رو ببینه که نشانه پاکی هست، که معمولا بیشتر زنان در آخر ایام عادت ماهیانهشون این علامت رو میبینند، یعنی یک مایع سفید رنگی هست که به اصطلاح نشانه پایان یافتن حیض هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به این توصیه میکردن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم این رو فتوا میدادن و توصیه میکردند که شما عجله نکنید تا زمانی که حتی ترون القصة البیضاء، یعنی مایع سفید رنگ وقتی دیدید این علامت پاکیتون هست. و مورد دیگر یعنی خشک شدن و قطع شدن خون هست. اگر به صورت کلی زن متوجه شد که الان عادت ماهیانهش بند شده و دیگر خون ریزی ندارد، این به معنی پایان عادت ماهیانه هست. این 2 تا علامت برای پایان یافتن عادت ماهیانه هستند. حالا اگر یک خانمی عادتش فرض کنیم که 8 روز بوده، اما این مرتبه روز 7 متوجه شد که پاک شده، یا اینکه به صورت کلی خونریزی قطع شده بود، یا اینکه همین علامت رو دید و این مایع سفید رنگ رو دید، حکمش این است که باید غسل بکند و نماز روزش رو ادامه بده. صبر نکند چون که عادتش 8 روز بوده یا 7 روز بوده قبل از اون پاک شده، صبر نکند تا اون روز آخر. قبل از آن وقتی که مطمئن شد که خشک شده و علامت اون مایع سفید رنگ رو دید، معنیش این است که پاک شده، غسل بکند و نماز روزش رو ادامه بدهد. اما تا زمانی فرض کنیم خانمی عادتش 7 روز بوده یا 8 روز بوده، در روز 9 باز هم این به اصطلاح خونریزی قطع نشده بود، در این صورت حکم همون حیض هست. این حکم حیض رو داره و تا زمانی که کاملا پاک نشده نباید در واقع نماز و روزه رو بگیرد. جزاکم الله خیر.
بیانی گفتن که میشه زکات را به مردم فلسطین و یمن اختصاص داد؟ این سوال هم یکی از سوالات مورددار این آقایون هست که لازم نیست که از ایران کسی به یمن زکات بفرسته. همون تسلیحات و بمب و موشکی که برای یمن میفرستید و مردم را قتل عام میکنید همون کافیه در نامه اعمال شما نوشته شده هست. اگر واقعا میخواهید که نذورات و صدقات و خیرات بدهید این رو اختصاص بدید به فقرای خود ایران که متاسفانه بیشتر به اصطلاح یعنی فقری که در ایران وجود داره شاید نمونهش رو بتونیم در کشورهای آفریقایی ما پیدا بکنیم. بهتر از به همون خویشاوندانتون افرادی که نزدیکتون هستند اگر واقعا اهل خیرات و نذورات هستید به همون کسانی فقرایی که در داخل ایران هستند رسیدگی بکنید. برای اهل یمن همون بمب و موشکی که میفرستید اون کفایت میکنه. زکاتشون دارن میفرستن. بله. زکاتشون. زکات میکنم از شما. یعنی گفتن که قنوت، روش خواندن قنوت گفتن به چه صورت است و حالت دست ها باید چجوری باشه؟ قنوت جایش در نماز وتر هست که در رکعت آخر نماز وتر قنوت میخونن. در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه معمولا در نیمه دوم رمضان در نمازهای وتر قنوت میخونند و معمولا در طول سال در نماز صبح هست در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه. اما جمهور علما نظرشون بر این است که قنوت در نماز صبح قنوت دائمی نیست و یک قنوت مقطعی بوده، قنوت نازله بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر علیه دشمنان در نماز صبح دعا میکردند و قنوت میخوندند. و روایتی هست در سنن ترمذی هست و ابو داود و نسائی همین رو ذکر کردن از حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه که ایشون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من دعایی رو یاد دادن و گفتند که این دعا رو در وتر بخون. و دعایی که یکی از دعاهای قنوتی هست که در واقع از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و متن این دعا و کیفیت این دعا این هست که اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک و انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت لا منجا منک الا الیک. این دعایی هست که از حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه نقل شده که فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو به من یاد دادند که این رو من در نماز وتر خودم بخونم. این دعا یا هر دعای دیگر اختصاصی به این دعا نداره. اگر شما این دعا رو حفظ نیستید یک دعای دیگری ساده‌ای رو حفظ هستید به طور مثال ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه یه دعایی از قرآن هست یا سنت هست یا اصلا اگر دعایی از قرآن و سنت از حدیث رسول الله حفظ نبودید دعایی به زبان خودتون از طرف خودتون هم دعا بکنید هیچ اشکالی نداره. در جای محل دعای قنوت هم از قبل از رکعت در رکعت آخر که هستیم هم قبل از رکوع جایز هست و هم بعد از رکوع جایز هست. دعای قنوت در نماز وتر هم قبل از رکوع جایز هست و هم بعد از رکوع هست که جمهور اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که بعد از رکوع هست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبل از رکوع دعای وتر خوانده میشه. هر دو تاشون صحیح هستند و هیچ گونه اشکالی نداره. چه انسان قبل از رکوع دعای وتر را بخونه بعد از اینکه قرائت رو تمام کرد یا اینکه رکوع بکند و بعد از رکوع بلند بشود و دستها را بلند بکند و دعا بکند هر دو صورتش صحیح هستند و اشکال شرعی ندارند. محل و جای دعای قنوت در آخرین رکعت نماز وتر هست چه قبل از رکوع باشد یا بعد از رکوع. منتها بعد از رکوع بودنش اولاتر و بهتر است که مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت هست و قبل از رکوع که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست این هم ثابت هست و جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. تشکر میکنم شما. کدام یکی فضیلتش بیشتر از عبادت ها؟ نماز تراویح خواندن یا قرآن پاک؟ هر دو تا عبادت هستند که الله متعال اینها رو تعیین کرده و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب‌های رمضان وقتی که قیام را مطرح کردن من قام رمضان ایمانا و احتسابا خود ایشون عملا می اومدن در ماه مبارک رمضان و خصوصا در آخر رمضان یک سالی اومدن 3-4 شب را رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم نماز را با جماعت خوندند و بعد از ایشون هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم
وسلم در زمان حضرت عمر و دیگر خلفا نماز را با جماعت می‌خواندند. پس بنابراین بهترین است که در شب‌های ماه مبارک رمضان شما نماز قیام رو بخونید، نماز تراویح بخونید. در کنار آن هم در نماز تراویح در واقع شما می‌توانید قرآن رو بخوانید، قرآن رو بشنوید و در اوقات دیگری که هست می‌توانید که جمع بکنید بین تراویح و بین قرآن. اما بحث قیام ماه مبارک رمضان اساساً برمیگردد به نماز تراویح و خواندن نماز که نماز بهترین عبادت و جز اصلی ترین رکن در دین مبین اسلام است. جزاکم الله خیر. 3 سوال مونده و کمتر از 5 دقیقه هم وقت باقی مونده. یعنی گفتن که روزه گرفتن بعد از 15 شعبان آیا جایز است؟ بله، اشکالی نداره. در کل ماه شعبان روزه گرفتن جایز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ ماهی رو بیشتر از ماه شعبان در واقع روزه نمی گرفتند. احتمالاً چه بسا که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که به گونه‌ای روزه می گرفتند که ما فکر می‌کردیم که کل ماه شعبان را ایشون روزه می گرفتند. اشکالی نداره. به هر مقدار که شما توانایی داشته باشید در ماه مبارک شعبان می توانید که روزه بگیرید. کل این ماه رو روزه گرفتید، اشکالی نداره، گناهی رو مرتکب نشدید. نصفش رو روزه گرفتید، نصف اولش رو، آخرش رو، چند روزی روزه گرفتید از اول شعبان یا آخر شعبان، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. تفاوتی نداره. اگر یعنی کسی عادت هم نداره روزهای دوشنبه پنجشنبه رو روزه بگیره در ماه مبارک شعبان، این اولاتر و بهتر است که آمادگی می شود برای ماه رمضان. منتها در مورد یوم الشک رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردند از روزه گرفتن. یوم الشک یعنی روز 30 شعبان. یوم الشک یعنی روز 30 شعبان که ما مطمئن نیستیم که امروز آیا عملا روز 30 شعبان هست یا اینکه اول رمضان هست. روز 30 هست. الان مردم نمیدونند که آیا امروز روز 30 قرار میگیره، شاید ما 29 روز باشه و فردایش که الان ما 30 حساب میکنیم شاید اول رمضان باشه. الان شک دارند که آیا اول رمضان هست یا آخر شعبان هست. در این روز رو رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن شما روزه نگیرید. روزه شک درست نیست، زیرا که در شما خودتون شک هستید، نیت مشخصی رو ندارید، نمیدونید که روزه فرض هست یا روزه سنت هست. رسول الله اینو منع کردند. روزهای دیگر هیچ ممنوعیتی نداره. جزاکم الله خیر. نگاه کردن به فیلم هایی که در رمضان از شبکه‌های غیر اسلامی مثل جیم تیوی پخش میشه چطوره؟ صرف کردن اوقات به هر فیلمی که باشه، چه فیلم اسلامی باشه یا فیلم غیر اسلامی باشه، برای یک فرد مسلمان در ماه مبارک رمضان فکر نمی کنم مناسب باشه. اولاتر و بهترین است که اوقات این ماه مبارک رمضان را، یک ماه را که ایام معدودات از ساعات مشخص و اندکی هست، اینها رو به عبادت بگذارن. این اولاتر و بهتر است. فیلم ها رو اگر نیاز باشه که ببینید میتونید بعد از رمضان هم مشاهده بکنید این فیلم ها رو اگر واقعا نیازی باشه. و فیلم هایی که سود دنیوی یا اخروی برای شما ندارند دیدنشون هم نه در رمضان و نه در غیر رمضان به صلاح یا برای یک فرد مسلمان سزاوار نیست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن وقتی که صورت حساب تلفنشون تمام می شود، شرکتی که تلفن به اسمش هست به اون قرض میدهد، یعنی میتونه دوباره تماس بگیره، اما وقتی که حساب میکند یک مقداری زیادتر از اون پولی که باید بپردازه پرداخت میکنند. آیا این ربا حساب میشه یا نه؟ این به اصطلاح شارژ اضافی که از شرکت های مخابراتی گرفته می شود، این قرض گرفتن پول نیست، بلکه قرض گرفتن خدمات هست. یک چند دقیقه ای رو اضافه به اصطلاح شرکت مخابراتی به شما امکان میدهد که بتوانید صحبت بکنید. این گونه نیست که شما به طور مثال شرکت مخابرات به شما 1000 تومان داده باشه، گرچه در عملا هست که 1000 تومان شارژ به شما داده اما پول نداده به شما، در واقع همون حق استفاده بیشتر و مکالمه بیشتری به شما داده. پس چون که این معاوضه پول نیست، این گونه نیست که شما مثلا 1000 ریال 1000 تومان از شرکت مخابرات گرفته باشید 1500 پرداخت کرده باشید، بلکه در مقابل خدمات است و این ربا شمرده نمی شود و اشکال شرعی هم ندارد. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري
فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که به صورت همه روزه در ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد و کارشناس امروز برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و عزیزان عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم بینندگان عزیز از الان شماره تماس شما عزیزان نیز زیرنویس خواهد شد و انشالله که سوالاتون را به صورت مختصر و آماده داشته باشین و وقتی هم که تماس گرفتین لطف کنید بلا فاصله وقتی تماس وصل شد از طریق گوشی تلفن به صحبت ادامه بدین و منتظر نباشین صدا از گیرنده پخش بشه چون صدا دیر از تلویزیون پخش میشه. جناب مولانا بیننده پرسیدن که در رابطه به این که کسی که از وطن خودش دور است و در کشور دیگری مسافر است آیا میتواند روزه را به اوقات وطن خود نیت کند و افطار کند؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عباداتی رو که الله متعال مقرر کرده بر انسانهای مسلمان مانند عبادت نماز و روزه اینها مقید به اوقات شرعی هستند. یعنی هر عبادتی و هر نمازی و هر روز رو روزه گرفتن و روزه اش یک وقت مشخص و خاصی رو دارد و هر جایی که شما باشید وقت همان جا و افق همان شهر برای شما معتبر هست. این گونه نیست که شما به افق شهر خودتان شما در کشور دیگر هستید بتوانید با افق کشور خودتان نماز بخوانید یا اینکه روزه بگیرید. هم نمازتون که وابسته به سببش دخول وقت هست که بستگی به آفتاب و روز داره و هم روزه که بستگی به ماه داره آغازش و هم آغاز و نهایتش با غروب خورشید و طلوع فجر هست. تمام اینها در هر جایی که شما باشید همان نقطه و همان محل معتبر هست نه شهر شما. شما نمیتوانید که در یک کشور دیگر هستید به افق کشور خودتان روزه بگیرید یا نماز بخونید. حتما باید با همان جای و همان شهری که هستید به افق همان شهر باید روزه بگیرید. درست. جزاکم الله خیر. در مورد افق گفتین بیننده گفتن که در کشور اروپایی زندگی میکنن که ساعت روزداری تقریبا 19 ساعت و 30 دقیقه طول میکشد و ایشون گفتن که شوهرشان میگه من نمیتونم تا این مدت صبر بکنم چون که زیاد وقت میشود و یه مقدار ناراحتی معده نیز دارن اما نه به صورت پیشرفته.
میگه روزه خود را به وقت عربستان افطار میکنند در حالی که آفتاب هنوز در آسمان میباشد. آیا این درست است؟ در جاهایی که شب و روزشون نامتعادل هست و یعنی از حد متعارف خارج هست، در چنین مواردی بهتر هست که به نزدیکترین شهر یا نزدیکترین جایی که شب و روزش متعادل هست و شب و روز معمولی دارد باید به اونجا مقایسه بکنند، نه به مکه مکرمه. اگر می توانند روزه بگیرند، نظر اکثر علما در این زمینه این است که جاهایی که شب و روز دارند، یعنی در 24 ساعت یک مرتبه شب هست و یک مرتبه دیگر روز هست، ولو اینکه ساعت روز زیاد باشه، نظرشون بر این است که حتما باید به افق خود همان شهر روزه بگیرند. اما اگر تعداد ساعات روز بسیار طولانی هست، بالاتر از مثلا 20 ساعت باشه که واقعا نامتعادل باشه و روزه گرفتن ممکن نباشه، در چنین صورتها به نظر بنده این رأی وجیه‌تر است که به نزدیکترین شهری که شب و روز معتدلی رو داره به افق اونجا افطار بکنند، اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان آماده است و باز من تکرار میکنم لطفاً که وقتی تماس گرفتین بلافاصله از گوشی تلفن به صحبتتون ادامه باشین، منتظر نباشین صدا از گیرنده پخش بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. ببخشید جدیدن یکی از اقوام روم شدن، خانواده ما وقتی که میرن سر قبر ایشون سلام میدن به ایشون، یعنی به میت. میخواستم ببینم این، من بهشون گفتم که این شاید شرک باشه، میخواستم از استاد بپرسم این شرک هست یا نیست. درست. اونا سوال داریم؟ متشکرم. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. زمان تماسشون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی شما وصل هستین، لطفاً صحبت کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون علیکم بخیر. السلام و رحمت الله. سلامت باشین. عرضم به خدمتون، بنده یه مسافر هستم که از 1400 کیلومتر یعنی از شرق ایران اومدم غرب ایران، کارگر معمولی ام و عرضم به خدمت شما که تنها نانآور خانم و اگر کار نکنم خب صاحب کارم به اصطلاح به من کار نمیده. اگر روزه بگیرم خب مطمئنا همکاری میشه کرد، به اصطلاح نمیتونم اون 8 ساعتی که من مثلا کار میکنم در روز، یعنی نمیتونم. اگر از کار مثلا کمکاری بکنم خب میشه حق الناس. لطفا شما راهنمایی بفرمایید بنده در این شرایط روزه خودم رو بگیرم یا اینکه نظر شریعتیه. خیلی متشکرم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. ممنونم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، متشکرم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. باشه، سوال بفرمایید. سوالتون؟ سوال من اینه که بین 4 رکعتی که به نماز تراویح میخونن سبحان الله الملک القدوس سبحان الله الملک والملک این تا آخر میخونن که حکم در خوندن بهتر یا نخونی سکوت کنیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ ولی یه سوال دیگه هم دارم. این درسته که پیامبر خود فرمود که مثلا شما با زنک که چشمشون سبز یا آبی با اونها ازدواج نکنید، یعنی این درست یا نه؟ چشمشون سبز یا آبی، درسته؟ یا آبی، بله. که وصلت نکنید؟ باشون ازدواج نکنید، نه یک جایش کنید و درست. سوال واضح است. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. علیکم السلام، سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم از استاد. بفرمایید. سوالتون؟ از استاد سوال دارم که با توجه به اینکه ما اهل سنت تقیه نداریم، پس چطور تو ایران هیچ یکی از علمای اهل سنت این شبکه‌های توحیدی رو تایید نمی‌کنن، یعنی اینا تقیه میکنن؟
اینا تو نظام انتخابات شرکت میکنن، خب چجوریه؟ اینا تغییر میکنن، تغییر نمیکنن. خب ما که تغییر نزدیم. این برای من شکر است. اگر جواب بدن ممنون میشم. شما اهل سنت کجا هستین؟ چه منطقه‌ای؟ الو. شما اهل سنت چه منطقه‌ای هستین؟ کرمانشاه. کرمانشاه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. وقت شما بخیر، خسته نباشید. سلامت باشین. سوال شهریتون لطفاً. سوال داشتم از جناب مولانا. بنده یک سایت داشتم، سایت اینترنتی، بعد توش چند تا محل تبلیغات هست. این رو مثل این که اجاره بدم به یک شرکت، اجاره دادم به یک شرکت که توش تبلیغات بذارن. حالا ممکنه این تبلیغاتی که میذارن یکم تبلیغات خلاف شرع هم باشه، مثل این که سایت موسیقی چیزی باشه. خواستم ببینم درآمدی که از این تبلیغات داره درست در نظر شرعی یا نه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، دستشان نه. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. محمد هستم از ایران. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم استاد. بفرمایید. سوال اولین سوال این که نماز جماعتی که پیامبر خدا با اصحاب خوندن چند نفر بودن، و دوم نماز جمعه، اولین نماز جمعه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با اصحاب خوندن چند نفر بود؟ یعنی هر دو سوالتون یکی، یعنی اولین نماز جمعه ای که پیامبر با اصحاب خوندن چند نفر بودن و اولین نماز جماعت چند نفر بودن، درسته؟ چند نفر بودن؟ بله. در چه تاریخی هم بود؟ اگه تاریخش هم ذکر کنیم خیلی ممنون میشم. سلامت باشین. قربون شما برم. خدا حفظتون. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من سوال داشتم درباره همین سوره فاتحه، اگه کمی استاد معلومات بدن. سوره فاتحه؟ بله. در مورد معناش یعنی؟ نه، چه وقت در کدام سال به حساب نازل شده، در کدام مدنی یا مکی؟ سوره هم یعنی مکی هست یا مدنی؟ این سوالتونه؟ بله. درست. و یکی دیگه همی آقا که از کرمانشاه بود، از کجا بود تلفن کرد، می آقا رفت جواب ندید لطفاً. این کل شبکه ها را تلفن میکنه و همی سوال همی پرسه، یک سوال بیهوده. درست. تشکر از شما. تشکر میکنم از استاد محترم. سلام باشید. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من بود یک سوال داشت که من وقتی که نماز خواستم صداتون بخش خواهر گرامی، صداتون داره قطع و وصل میشه. اگه شمارتر بگید. بله. من هر صبح ما رمضان وقتی که نماز عشا را میخوانیم. نماز عشا را میخوانید؟ بله. بعد از اینکه در فاصلات خوانده دیگه نماز نمیخوانم. شب از خواب بیدار میشم ساعت 2 شب. بعد تراویح می، بعد نماز تهجد، بعد وتر واجبه. اینجا بود اشتباه. یعنی بعد نماز عشا 2 رکعت سنت میخوانید، بعد تراویح، بعد وتر واجب؟ بعد از سنت میخوابین، بعد تراویح، درسته؟ بعد میخوابید یعنی؟ بله. بعد تراویح میکنم. بعد از خواب بیدار شدم با تهجد میخوانم، با وتر واجبه میخوانم. درست. نه درست است یا اشتباه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. زنده باشین. سلامت باشین. ان شاءالله پاسخ دریافت میکنین. سلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی.
بله سلام علیکم. میخواستم سلام اگر دکتر در برادر نظریه بوده که می روزه گرفته نمیتونی نظر به تکلیف که داری و یا که عملیات که شدی نمیتونه وجود بگیره به این قسمت چی میگین شما؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تنها مقدر. درست. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام استاد محترم، حسن باشین. علیکم السلام، سلامت باشین. استاد من دو تا سوال دارم. اسمم داوود از کشور آلمان به تماس شدم. بفرمایید. سوال اولتون؟ این انسان وقتی که میمیره آیا چه سوالایی ازش میکنن؟ بعد این سوال دوم من اینه که برزخ وجود داره نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشین. تشکر از شما. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. صدای شما وصل، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم، وقتتون بخیر. علیکم السلام، در خدمت شما هستیم. میبخشید من یه سوالی داشتم خدمتتون. راستش من دانشجوی هستم، درس علمی میخونم. بعد الان امتحان فصل امتحانات ماه رمضان افتاده، میخواستم بپرسم من نمیتونم قرآن بخونم، تسبیح بخونم، اصلا پشت سر هم امتحان دارم. بعد آیا این از نظر شرعی اصطلاحی داره که درس دینی اگر را میفهمید ممنون میشم؟ از نظر شرعی ایرادی داره چون از وقت ندارم تا قرآن بخونم، نه تسبیح بخونم، فقط 5 وقت نماز هم بخونم. درست، یعنی نمیتونید قرآن بخونید، فقط 5 وقت نماز میخونید به خاطر امتحان که دارین. بله. چون امتحانم تمام سر هم امتحان دارم، خیلی هم سنگینه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه متشکرم. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خوب هستین؟ سلامت باشید. سوال شهریتون لطفاً صحبت کنیم برادر عزیز. از طریق گوشی صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشین. تشکر از شما. ببخشید میخواستم سوال بکنم، از سوریستان دارم تماس میگیرم. مسئله همین افطار دادن برای مردم، حالا حتما مثال بگیریم دادن افطار باید از طریق مثال بگیریم برنج و گوشت و از اینا باشه، یا که پولی هم بدید بگوید من پول افطاری میدم و مثال کارمند باشن یا که براش بدی درسته، یا که حتما باید که مواد غذایی باشه؟ چیش افضلیت داره؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه، سلامت باشین، خیلی ممنون. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. سلامت باشید. پرسش پاسخ. سلامت باشید. در خدمت شما هستم. ببخشید میخواستم که بپرسم استخاره چجوری انجام میشه؟ استخاره؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه همین. تشکر از شما. خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم
وجئتك في ركائبه إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم، منيبا نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز باز می دارد. می دهد باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لديه لنا الكثير من الحكايا تحدثنا عن الأمم الخوالي. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني لم يعلق الرزق بهذه الكواكب وحركتها، لم يقل إن سبب نزول المطر هو التقاء الكوكب الفلاني بالآخر أو ظهور النجم الفلاني، إنما قال الذي أمطر علينا وتفضل علينا هو ربنا، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بكوكب، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. قد عاش الحوادث والقضايا وكل زال وهو إلى زوال. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك
أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که اقوامشون فوت کردن و خانواده میرن بر سر قبر و بر میت سلام میگوین. آیا این کار درسته یا نه؟ سنت برای کسانی که برای زیارت قبرستان میروند، اساسا در اسلام زیارت قبرستان سنت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند که فرمودند که قبلا من شما رو منع کرده بودم از زیارت قبور، الا فزوروها فانها تذکر الاخره. شما به زیارت قبرستان بروید که زیارت مرده ها و زیارت قبرستان شما رو به یاد آخرت می اندازد. و فلسفه زیارت قبرستان در شریعت اسلامی این است که انسان حساب و کتابی با خودش بکنه و در فکر آخرتش بیفتد و پند و اندرز بگیرد از وضعیت مردگان و همچنین برای مردگان دعای خیر و دعای رحمت و مغفرت بکند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که من برای زیارت قبرستان میروم چی بگویم، چه دعایی را بخونم؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمودند که این دعا را بخون و این گونه سلام بده در واقع به مردگان: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و یرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین و انا ان شاء الله بكم للاحقون. و این یک نوع سلام هست به مردگان و گونه های دیگری هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. پس بنابراین به صورت کلی سلام دادن بر مردگان و بر قبرستان وقتی که وارد میشویم این جز آداب زیارت هست و جایز هست. در واقع نه تنها اینکه جایز هست بلکه مسنون هست که ما این دعا را بخونیم و در واقع سلام بدیم، یا به صورت کلی السلام علیکم یا اهل القبور بین اندازه هم سلام بدیم، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اما این که هر فردی رو به اسم خودش سلام بدیم این در این روایات نیومده و ظاهرا هم بنابر عمومیتی که در این زمینه هست اشکال شرعی هم نداره. در ضمن این عموم که السلام علیکم یا اهل القبور هست داخل است و انشاءالله که اشکالی نداره. اما اولاتر و بهترین است که دعایی رو که مأثور هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده اون دعا رو بخونیم و اون الفاظ و سلام بدیم به عموم اهل قبرستان، این اولاتر و بهتر هست. خیر. بیرانی گفتن که ایشون مسافر هستن، مسافت 1400 کیلومتر رو از شرق به غرب کشور اومدن برای اینکه کار بکنن و روزی کسب بکنن. گفتن اگر روزه بگیرن صاحب کار بهش کار نمیداد و اگر هم روزه بگیرن ضعیف میشن و نمیتونن کاراشو به نحو احسن انجام بدن و حق الناس ضایع میشود. چه کار بکنن در این حال؟ برای کسانی که مجبور هستن که در ماه مبارک رمضان حتما باید کار بکنن، ایشون قبل از این باید یک ترتیبی رو میدادند، یک مقداری پس انداز میکردند برای ماه مبارک رمضان که حداقل این ماه رو استراحت میکردند و پس اندازی میداشتند و از آن استفاده میکردند و مجبور نمیشدند که این ماه رو یعنی حتما کار بکنند. و در صورتی که می توانند کار بکنند همراه با اینکه روزه باشه قطعا ثواب بیشتری عایدشون می شود. و کسی که روزه هست از صبح تا شب خوابیده با کسی که روزه هست از صبح تا ظهر کار می کند قطعا زمین تا آسمان تفاوت هست و به هر اندازه‌ای که انسان بیشتر زحمت بشود بیشتر سختی رو تحمل بکند قطعا ثوابش هم بیشتر است. اگر شما همت بکنید همراه با اینکه روزه هستید کار هم بکنید در واقع درجه شما و ثواب شما و ثواب روزه شما قطعا متفاوت خواهد بود با بقیه کسانی که در حالت روزه یعنی کاملا استراحت می کنند و سر کار نمی روند و در طول روز خواب هستند. و شما سعی بکنید که با صاحب کارتون این مسئله رو در میان بگذارید که من روزه هستم، یک مقدار از کار شما رو تخفیف بده، یا اینکه این کار رو شما بتونید که در قسمتی از کار خودتون شبانه انجام بدید، این اولاتر و بهتر است. اما در صورتی که به هیچ عنوان شما صاحب کارتون هم راضی نباشه و شما هم نمیتوانید این کار رو ترک بکنید، عملا این گونه هست که شما باید در طول سال این کار رو بکنید. یعنی روزه گرفتن شما این گونه نیست که اگر الان روزه نگیرید خب فردا روزه میگیرید،
پس فردا یعنی بعد از رمضان روزه میگیرید، بعد از رمضان هم شما مجبور هستید که روزه بگیرید. پس بنابراین بهترین راه اینه که شما یک چاره‌ای بیاندیشید که ساعت کارتون رو کمتر بکنید، ساعت کار رو تغییر بدید، یا اینکه این ماه رو مرخصی بگیرید، قرض بگیرید از صاحب کارتون به گونه‌ای که این ماه استراحت بکنید و بعداً کار بکنید. و بالفرض اگر اینکه تصور بکنیم که یک فردی مجبور محض هست و به هیچ عنوان نمیتواند کارش رو ترک بکند، اگر کارش رو ترک بکند خودش و بقیه خانوادهش فرض کنیم چیزی برای افطار یا برای شام و نهار ندارند، در این صورت مجبور است که کار بکند. صورتش این است که حتما باید نیت روزه رو داشته باشد، با تمام تدابیری که عرض کردم نیت روزه رو داشته باشد و کار رو با روزه آغاز بکند، با صاحب کارش صحبت بکند که ساعت کار رو کمتر بکند. اگر کمتر نکرد و در وسط کار مجبور شد که روزه رو بخورد و اگر نه خیلی اذیت می شود، نمیتواند که کار رو ادامه دهد یا در حدی رسید که سلامتی خودش زیر سوال می رود، در اون زمینه می تواند که روزه را بخورد و منتها به جایش باید روزهای دیگری رو حتما روزه بگیرد. یک روزی رو که شما خوردید، روز دیگری رو که سر کار نیستید حتما باید روزه بگیرید. اما اولاتر و بهترین است تا جایی که ممکن هست و می توانید حتما این روزها رو روزه بگیرید، زیرا که در غیر ماه مبارک رمضان هر چند هم که شما قضا بیاورید جایگزین واقعی و حقیقی ماه مبارک رمضان نمی شود و این فضیلت رو شما کسب نخواهید کرد. جزاکم الله خیر. گفتن سبحان الملک القدوس و این ذکر بین هر 4 رکعت در تراویح چه می‌دونه؟ این ذکر یک ذکر مطلق هست، یعنی ذکری هست که وقت مشخصی رو نداره و از نظر شرعی چیزی رو که در شریعت مطلق آمده ما هم نمیتونیم که اون رو مقید بکنیم. یعنی عبادتی که در شریعت یک وقت خاصی رو نداره، یک مناسبت خاصی رو نداره، ما بیایم برایش وقت خاصی رو تعیین بکنیم، مناسبت خاصی رو تعیین بکنیم، این از نظر شرعی درست نیست. این ذکر رو یعنی اختصاص دادن این ذکر در وسط مثلا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تراویح که خوانده می شود حتما باید این ذکر کرده بشوند، این ذکر اساسا در اینجا ثابت نیست. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین ذکری رو نمی خواندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب‌هایی که نماز تراویح دادن در وسط نماز تراویح چنین ذکری رو نمی خوندند و اولاتر و بهترین است که شما همین ذکر رو اختصاص به این مکان ندهید و چنین ذکری از رسول الله و صحابه ثابت نیست. جزاکم الله خیر. آیا این حدیث وجود دارد که پیامبر گفته است با چشم سبز و چشم آبی ازدواج نکنید؟ نه، چون چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نشده و منعی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وارد نشده. زنی که اهل ایمان هست و اهل دیانت هست و اولویت در انتخاب همسر در واقع همان ایمان و تقوا هست، ولی اینکه چشم سبز باشه یا هر مورد دیگری که باشه تفاوتی رو نداره و در این زمینه هیچ گونه ممنوعیتی یا کراهتی وجود نداره. جزاکم الله خیر. آیا علمای اهل سنت منده سوال کردن که آیا علمای اهل سنت تقیه دارند و چرا بعضی از علما در ایران هستند که کارهای حکومت را تایید میکنند؟ ایشون در مورد شبکه‌ها سوال کردن. من سراغ ندارم که عالمی از علمای مطرح اهل سنت و الجماعت علیه شبکه‌های اهل سنت و الجماعت در واقع موضع گرفته باشه، بلکه عملاً هم تایید کردن بسیاری از علما. حتی ایشون گفت از کرمانشاه هستند علمای کردستان، بسیاری از این علما در شبکه‌ها مشارکت دارند، مصاحبه دارند و در برنامه‌های زنده حتی مشارکت می‌کنند و سخنرانی و درس‌های علمای اهل سنت به اصطلاح داخل کشور در تمامی این شبکه‌ها در حال پخش شدن هست و تا حالا هم من سراغ ندارم که کسی از اهل سنت و الجماعت از علمای مطرح اهل سنت و الجماعت در واقع موضع گرفته باشند علیه شبکه‌ها و نه اینکه شبکه‌ها علیه اهل سنت داخل و علما موضع گرفتن و نه عکس چیزی در این زمینه ثابت نشده و تمام اهل سنت و الجماعت می‌دانند که این شبکه‌ها متعلق به اهل سنت و الجماعت است و درس‌های تفسیر و خطبه‌ها و سخنرانی‌های علمای اهل سنت در تمامی شبکه‌ها هم در حال پخش شدن هست. جزاکم الله خیر. بیان گفتن که سایت اینترنتی داشتن و یک قسمتی از سایت اینترنتی جا برای تبلیغات هست که میتونن اون رو اجاره بدن به شرکت‌ها و این شرکت‌ها خیلی هستن که چیزای غیر شرعی میذارن، موسیقی میذارن. گفتن که این کسب درآمد آیا حلاله؟
در مرحله اول ایشون سعی بکنند که این فضا رو به کسانی اجاره بدهند و این امکان رو به افرادی بدهند که تبلیغات اسلامی داشته باشند تا اینکه ایشون در مقوله همکاری در معصیت و گناه شریک نباشند. تا جایی که ممکن هست باید این کار رو انجام بدن. اما اگر به یک شرکتی یا به یک فردی یک فضایی رو اجاره دادن و مشروط بر این که تبلیغات صحیح و درستی رو انجام بده و برخلاف رضایت ایشون یک فردی اومده تبلیغاتی رو که همراه با موسیقی هست یا موارد منهیات شرعی دیگری رو دارد، در این صورت انشاءالله ایشون مؤاخذه نخواهند شد. جزاکم الله خیر. بیان سوال پرسیدن، گفتن که اولین سالی که پیامبر نماز جماعت خواند با چند نفر از اصحابش نماز جماعت خواند و همچنین اولین جمعه را با چند نفر از اصحابش خواند و اگر تاریخش را بگید. در مورد نماز، زمانی که در مکه نماز فرض شد در شب اسراء و معراج که داستان بسیار معروف و مشهوری هست که الله متعال این نماز را در آسمان ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض نمود. در ابتدا 50 رکعت بود و تدبیر الهی بر این بود که این 50 رکعت به 5 وقت نماز تخلیل پیدا بکند و اصل حکم شرعی هم در واقع همین بود. و بعد از این که این حکم از جانب الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض شد، در فردای آن روزش رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با جبرئیل این نماز جماعت رو برگزار کردند. یعنی ابتدای اولین نماز جماعتی که برگزار شد نماز جماعت آموزشی بود که حضرت جبرئیل علیه السلام یک روز کامل، 2 روز کامل تمام اوقات را اومدند و همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز رو با جماعت خوندند و روایت در صحیح بخاری هست و بقیه سنن اینو نقل کردند که حضرت جبرئیل علیه السلام در روز اول در ابتدای وقت نماز رو با رسول الله صلی الله علیه و سلم اقامه کردند و در روز بعد در آخر وقت نماز رو اقامه می‌کردند و در آخرین نماز روز دوم گفتند که الوقت بین هذین الوقتین الامته، یعنی وقت نماز در میان این 2 وقت دیروز و امروز هست. روز اولش در ابتدای وقت نماز خوندن، روز دومش در انتهای وقت نماز خوندن و این نخستین نماز جماعتی بود که در اسلام در واقع برگزار شد. و جالب این است که در مصنف عبدالرزاق و بسیاری دیگر از علما مانند ابن حجر در فتح الباری اینو ذکر کردند که این اتفاقی که افتاد و نماز جماعتی که برگزار شد، جبرئیل امام بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم مقتدیشان بودن برای آموزش نماز جماعت، این بعد صبح فردایی بود که در واقع نماز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض شده بود. و در مورد نماز جمعه، اولین کسی که نماز جمعه رو در اسلام برگزار کرد حضرت اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنه بودند که در مدینه منوره قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز رو در مدینه منوره در واقع با جماعت می‌خواندند با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در روایت ابو داود این ذکر شده که اولین کسی که نماز جمعه رو در اسلام و در مدینه منوره اقامه کردند قبل از هجرت بود. هنوز رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف نبرده بودند. توسط اسد ابن زراره این نماز برگزار میشد و تعداد مسلمانان در اون زمان حدود تقریبا 40 نفر بود. در غیر مدینه منوره اولین و خود نمازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندند، اولین نماز جمعه‌ای که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم اقامه کردند بعد از هجرت بود. یعنی بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد قبا حرکت کردند به طرف مدینه و در ماه ربیع الاول بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در وسط راه این نماز جمعه رو در واقع اقامه کردند. و در غیر شهر مدینه اولین نماز جمعه‌ای که برگزار شد در جواسا بود، در منطقه در بحرین، یعنی در شرق سعودی که در اون زمان کل خود بحرین فعلی و شرق سعودی در واقع یعنی منطقه احسا که اینو بحرین میگفتن، در اونجا در روستایی به نام جواسا در واقع برگزار شد. جزاکم الله خیر. سوره فاتحه مکی است یا مدنی؟
سوره فاتحه جز اولین سوره هایی هست که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و جز سوره های مکی هست و 7 مثانی هست و تنها سوره ای هست که تلاوت کردن و خواندن آن در نمازهای فرض و در نمازهای دیگر در واقع جز ارکان نماز هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که سوره فاتحه را نخواند در واقع نمازی ندارد. یعنی نماز در واقع همین سوره فاتحه هست. قرائت سوره فاتحه در نماز جز ارکان نماز و فرضهای نماز هست که در هر نمازی چه نفل باشد یا سنت باشد در تمامی رکعاتش ما باید سوره فاتحه را بخوانیم. جزاکم الله خیر. برنده گفتن که روش نماز خواندنشون سنتشون این است که وقتی که نماز عشا را خواندن سنت عشا رو میخوانن و بعد میخوابن. بعد از اینکه از خواب بیدار شدن نماز تراویح و تهجد میخوانن و بعد وتر واجب را انجام میدن. آیا درسته یا نه؟ بله، هیچ گونه اشکالی نداره. اگر کسی بعد از نماز عشا استراحت بکنه و اندکی در واقع در آخر شب بلند بشود نماز تراویح را بخواند هیچ اشکالی ندارد، بلکه اولاتر و بهتر هم هست. این ثواب بیشتری داره که انسان در آخر شب در وقت سحر نماز بخواند. این اولاتر و بهتر هست. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که مردم نماز را با جماعت شروع کردن در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در آخر وقتی که این وضعیت رو دید امام مردم با جماعت نماز می‌خوندن فرمودند که والذی ینامون خیر من الذی یقومون، یعنی اون بخشی از شب را که مردم میخوابند اون بهتر از این بخشی هست که الان نماز میخونند. چیزی که معمولا نماز رو تراویح رو یعنی در اول شب میخوندن بعد از نماز شب، فرمودند که بهترین وقت نماز تراویح همون بعد از در آخر شب هست. اگر کسی بتواند استراحت بکنند خصوصا خانم ها و میتونن در آخر شب بلند بشن در اون وقت نماز تراویح بخونن این اولاتر و بهتر هست. و همون گونه که این بیننده من فرمودن آخرین نماز هم نماز وتر باشه، یعنی نماز تراویح رو میخونن. همون نماز تراویح یا همون نماز تهجد هست، تفاوتی رو نداره، یعنی بستگی به وقتش داره که میخونن. کیفیت نمازی که میخوندن تراویح به این خاطر میگن چون که 4 رکعت میخوندن و استراحت میکردن، ترویحی بود، استراحت بود، به این خاطر میگن نماز تراویح. همین نماز رو هم شما در وقت سحر بخونید در واقع میشود همان نماز تهجد یا قیام اللیل که اصطلاح شرعی همان قیام لیل هست، یعنی شب‌های رمضان رو با عبادت سپری کردن. و نماز وتر همان گونه که شما در آخر میخونید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و توصیه ایشون هم این بوده که نماز وتر رو آخرین نماز خودتون در شب قرار بدهید. جزاکم الله خیر. ببیننده گفتن که اگر دکتر بگوید به خاطر مریضی معده که داری نمیتونی روزه بگیری باید چیکار بکنی؟ انسان باید یعنی قبل از این که به حرف و توصیه دکتر رو ملاک قرار بدهد خودش وضعیت جسمانی خودش رو نگاه بکند. اگر واقعا نمیتواند که روزه بگیرد از نظر جسمانی چون توانایی رو ندارد و واقعا اذیت می شود، این فرد جزء افراد بیمار شمرده می شود و حکمش این است که در روزهای بعدی در غیر ماه مبارک رمضان که وضعیتشون بهتر می شود یا روزها کوتاه‌تر هستند در اون وقت در واقع قضای این روزها را بیاورد. و اگر به صورت کلی این بیماریش همیشگی هست، هم در رمضان و در غیر رمضان بیمار هست، نه در رمضان توانایی دارد و نه در غیر رمضان، حکمش این است که به جای این روزهایی که روزه نگرفته فدیه بدهد و در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدهد. جزاکم الله خیر. اولین سوال هایی که بعد از مرگ از انسان پرسیده می شود چیست و همچنین سوال دیگری که پرسیدن بیانه گفتن که آیا برزخ وجود دارد؟ نخستین سوال هایی که در روز قیامت از یعنی در عالم برزخ از انسان سوال می شوند سوالاتی در مورد الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین و آیین انسان هست که در عالم برزخ در اولین مرحله که انسان رو در قبر میگذارند و بعد از این که دفن کرده می شود 2 فرشته می آیند و از اون سوال می کنند که من ربک، پروردگار تو چه کسی هست، و من نبیک، پیامبر تو چه کسی هست، دین تو چی هست. این 3 سوال را که 3 سوال اساسی هستند در دنیا و در آخرت جز اولین سوالاتی هستند که در قبر از انسان سوال کرده می شود و پاسخ دادن به این سوالها بستگی به عمل انسان در این دنیا دارد. یعنی اگر کسی در دنیا معتقد به الله بوده، الله را قبول داشته و رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول داشته و بر دین انسان بر دین اسلام عامل بوده، قطعا می تواند که جواب
بدهد. اما اگر ایمانی به الله و رسول و به دین اسلام نداشته در قبر هم نمیتواند که این رو در واقع پاسخ بدهد. و این سوال ها در عالم برزخ است. عالم برزخ یعنی عالم میانه. ما یک عالم داریم به عنوان عالم دنیا هست که مشهود و مشاهد هست، همه میبینیم، و عالم دیگر داریم که عالم آخرت هست، یعنی جهان آخرت، زندگی بعد از مرگ هست. و یک عالمی که عالم برزخ شمرده می شود، یعنی بعد از این که انسان میمیرد در عالم برزخ هست، روحش همچنان زنده هست، اما این زندگی جسمانی و زندگی دنیوی نیست، یک حیات اخروی هست، حیات برزخی هست که قابل مقایسه با حیات دنیا در واقع نیست. و بعد از این دوباره در مرحله دیگری تمام انسان ها برانگیخته می شوند، دوباره زنده می شوند و حیات بعد از مرگ یعنی حیات جاویدان و جهان آخرت در واقع شروع می شود. و در مورد عالم برزخ دلایل متعددی وجود داره در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله متعال در مورد فرعون و فرعونیان میگوید که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، که صبح و شام آتش جهنم بر این فرعون و فرعونیان در واقع عرضه می شود. یعنی بعد از این هنوز که قیامتی برپا نشده و کسی وارد جهنم نشده، الان هم که مردن در عالم برزخ هستن در واقع عذاب می شوند. یا اینکه روایتی که در متفق علیه هست و در صحیح بخاری و مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار قبری رد می شدند و فرمودند که انهما لا یعذبان و ما یعذبان فی کبیر، این دو نفر در حالت عذاب هستند. خود این که عذاب در حالت عذاب هستند یعنی این که یک حیاتی دارند و عذاب را در واقع دارند احساس می کنند و این همان عالم برزخ هست، یعنی عالمی که وسط هست، نه عالم دنیا هست و نه عالم آخرت. درست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که دانشجو هستن و الان هم فصل امتحانات است و در رمضان هستن، گفتن که با خاطر خواندن درس ها فقط میتونن روزه بگیرند و نمازهاشون انجام بدن، اما قرآن و بقیه عبادات ها رو نمیتونن انجام بدن. آیا اشکال وجود داره؟ اشکالی نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و اون چیزی که در این ماه از همه مهمتر هست روزه گرفتن ماه مبارک رمضان هست و همچنین نماز که فرض همیشگی هست. وقتی که شما این دو فرض رو ادا کردید و نتونستید که زیاد قرآن بخوانید، گناهی برگردن شما ان شاء الله نخواهد بود. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که آیا برای اینکه به مردم افطاری بدهین و ثواب گیرتون بیاد حتما باید غذا و خوردنی باشد یا پول هم میشود؟ نه، الزامی نداره که حتما باید غذا باشه یا خوراکی باشه. میتونید که به جای غذا و خوراکی پول هم به فقرا بدهیم که اون چیزی رو که خودشون مورد نیازشون هست در واقع تهیه بکنند. اما اگر کسی برای این که در واقع این ثواب رو کسب بکند بداند که این پولی که من دادم خرج افطاری ماه مبارک رمضان بوده تا اینکه ثواب افطاری رو هم کسب بکنه، اقلام غذایی بده، چه بسا شاید این اولاتر و بهتر باشه. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن روش خواندن استخاره چگونه است؟ البته 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. نماز استخاره روشش این است که انسان 2 رکعت نماز هست. 2 رکعت نماز غیر از نماز فرض هست، یعنی نماز فرض نباشه، نماز نفلی باشه، نماز سنتی باشه. 2 رکعت نماز سنت بخواند و بعد از این که سلام داد در این 2 رکعت نماز هر سوره ای رو که شما بخوانید اشکالی نداره و بعد از این دعای معروف استخاره رو در واقع بخواند. و مفهوم دعای استخاره این است که در واقع شما طلب خیر میکنی و طلب اختیار میکنی از الله متعال که در میان این 2 کاری که شما در مورد آن الان 2 دل هستید و تردد دارید، یک از اونها رو برای شما انتخاب بکنه و یک از اونها رو برای شما میسر بگرداند. جزاکم الله خیر. سوالیم از فیسبوک هست. بیننده گفتن که نیت نماز صبح چگونه بگوییم؟ میگه نیت نماز صبح یا بامداد یا فجر؟ نه، هیچ لازم نیست که نام صبح را نام بامداد رو بر زبان بیاورید. وقت نماز فجر هست، شما وضو گرفتید رفتید مسجد یا وضو گرفتید سر مصلی ایستادید و خودتون میدانید که الان وقت نماز فجر هست و فرض وقت رو شما میخونید، همین اندازه کافی. همین که شما نیتتون این هست و در دل این رو دارید و میخواهید که الان نماز فجر رو بخونید، همین کفایت میکند و لازم نیست که حتما شما بر زبان بیاورید که من الان نماز فجر را یا نماز صبح را میخونم. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که در ترکیه هستن و نماز تراویح را 4 رکعتی با هم میخونن و به جای تسبیح گفتن هم صلوات میگوین.
خوندن نماز اولاتر و بهترین است که 2 رکعت باشه، یعنی 2 رکعت نماز رو بخونن. اما اگر کسی هم چه به صورت 4 رکعتی در یک مسجدی بالفرض میخونن، امام 4 رکعت رو با یک سلام میخونه، شما از امام اتباع بکنید، پیروی بکنید، یعنی از نظر شرعی اشکالی ندارد و این هم جایز هست. و اذکاری بعد از نماز تراویح در وسط 4 رکعت اذکار مشخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر نشده. در این زمینه شما اختیار دارید، به خاطر اینکه از این فرصت استفاده بکنید، اختیار دارید که قرآن بخوانید، ذکر بکنید یا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستید. اما موردی که حتما جز شعائر نماز تراویح باشه، جز آداب نماز تراویح باشه که حتما در میان 4 رکعت شما یک ذکر مخصوصی یا صلوات بفرستید، چون این چیزی از رسول الله و صحابه ثابت نیست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز شبکه جهانی وسال حق، در برنامه پرسش و پاسخ با شما هستیم. در این برنامه با مهمان عزیزمان طبق معمول جناب مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان که در استودیو فعلا تشریف دارد، اجازه بدید که خدمت ایشان سلام احترامات شما و سلام احترامات خود را تقدیم کنند. جناب مولانا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت جناب عالی و تمامی دوستان و عزیزان و بینندگان عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، سوال اولی که یکی از بیننده ها پرسیده، اگر در ماه رمضان در شروع یا روز اول زکات یا فطر روزه را بدهد می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. این بیننده من در سوالشون 2 مورد رو ذکر کردند، یکی زکات و صدقه فطر. در مورد زکات اشکالی نداره. در ابتدای رمضان یا حتی قبل از رمضان، هر وقتی که یک فردی که مالش به نصاب زکات رسیده و 1 سال کامل شد، همان وقت باید زکاتش رو پرداخت بکنه. اما اگر کسی به خاطر فضیلت زمانی که در ماه مبارک رمضان وجود داره زکاتش رو قبل از وقت بخواد پرداخت بکنه، فرض کنیم که زکاتش 1 ماه 2 ماه دیگه هنوز وقت داره، سالش کامل نشده، اما میخواد که به خاطر فضیلت ماه مبارک رمضان قبل از موعد 1-2 ماه جلوتر این زکات رو پرداخت بکنه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. در روز اول یا دوم تا روز آخر، هر وقتی در طول ماه مبارک رمضان که زکات رو پرداخت بکنه، انشاءالله اضافه بر ثواب خود پرداخت زکات فضیلت بیشتری انشاءالله عاید و نصیبش خواهد شد.
و در مورد صدقه فطر، اصل این صدقه همون گونه که در واقع از نامش مشخص هست نسبت داده شده به فطر، صدقه فطر هست و فطر به معنی تمام شدن ماه مبارک رمضان و عید هست و وقت وجوب صدقه فطر رؤیت هلال شوال هست، یعنی وقتی که مردم مطمئن شدن و هلال عید رو دیدن فردا عید هست، امشبش صدقه فطر بر کسانی که روزه بودن در واقع واجب می شود، باید پرداختش بکنن. منتها پرداخت این صدقه فطر قبل از موعد جایز هست و فقهای حنابله و مالکی ها نظرشون بر این است که یک روز یا 2 روز قبل از عید فطر هم جایز هست که صدقه فطر رو پرداخت بکنن و به استدلال از روایتی که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگه که کانوا یعطون زکات الفطر قبل العید بیوم او یومین، که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این صدقه فطر رو قبل از عید 1 روز یا 2 روز اینو پرداخت میکردن و این نظر امام احمد رحمت الله علیه و مالکی هست. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین امام شافعی رحمت الله علیهم اجمعین پرداخت صدقه فطر از ابتدای رمضان هم جایز هست. پرداخت صدقه فطر در مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی از ابتدای ماه مبارک رمضان جایز هست و استدلالشون بر این است که این صدقه فطر نسبت داده شده هم به روزه و هم به افطار، یعنی تا زمانی که روزه‌ای نباشد افطاری وجود نداره. پس بنابراین سبب وجوب صدقه فطر هر دوتا هست، هم روزه گرفتن هست و هم عید هست و افطار کردن هست و وقتی که یکی از این دو سبب پیدا شد پس بنابراین می شود که این صدقه فطر را پرداخت کرد. بنابر مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی قبل از وقت، یعنی در ابتدای رمضان هم می شود که صدقه فطر را پرداخت کرد و در صورتی که مصلحت فقیر این رو تقاضا میکنه که قبل از وقت داده بشه، زمانی که چه تفاوتی نداره 1 روز قبل از موعد باشه یا 2 روز قبل از موعد باشه، وقتی که قبل از موعد هست دیگه روز تعداد روز تفاوتی نداره، 1 هفته باشه یا 2 هفته باشه. انشالله اگر کسی بنابر مصلحت فقیر در اول رمضان هم صدقه فطر داد، از اون انشالله که قبول می شود. و یک نکته دیگری که در اینجا وجود داره این است که اگر یک فردی به طور مثال یکی از خویشاوندانش را وکالت میدهد به خانوادهش، مثلا سفارش میکند که شما در شهر خودمان یک فردی در سفر هست، خارج از کشور هست، سفارش میکند که شما به جای من صدقه فطر بدید. این روزی که الان این فرد گفته که صدقه فطر بدید، در واقع صدقه فطر داده نشده، خانواده شاید در همون روزهای آخر رمضان صدقه فطر رو بدن. در این صورت بر اساس تمامی مذاهب هیچ گونه اشکال وجود نداره. یه صورت دیگری فرض کنیم که امروز مثلا یک فردی از یک کشوری پولی رو میفرستد به نیت صدقه فطر، به نیت صدقه فطر این رو میفرستد در شهر و کشور خودش که شما این رو به فقرا بدید. امروز که پول رو میفرستد، این امروز به دست فقیر نمیرسد، چه بسا در آخر رمضان به دست فقیر برسد. در این صورت هم هیچ اشکالی بر اساس هیچ کدام از این مذاهب در واقع وجود نداره. اولاتر و بهتر این است که 1 روز 2 روز ما قبل از روز عید صدقه فطر داده بشود، اون گونه که عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و امام بخاری اینو نقل کرده. و اگر کسی بنابر مصلحت فقرا قبل از این 1-2 روز یا در اول رمضان هم اگر صدقه فطر رو پرداخت کرد، انشاءالله اشکالی نداره و پذیرفته خواهد شد. جزاکم الله خیر جناب شیخ. تماسان وصل است، میریم سراغ تماس اول رو میگیریم. سلام علیکم. الو. سلام. بیننده گرامی. سلام علیکم بیننده گرامی، شبکه جهانی وسال حق، برنامه پرسش و پاسخ. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده. ببخشید، ما چون مرز نشینیم از طریق قاچاق، الان قارینه تموم شده، مرزا را بستیم، فقط ماهواره هست با این قرصای چاقی مال بدنسازی و قرصای جنسی. آیا از نظر شرعی جایز جابجا کردن اینا یا حرام؟ جناب شیخ شما متوجه شد؟ درست است، سوال شما گرفته شد. سوال دیگری هم دارید؟ نه ممنون، جزاک الله. سلامت باشید، سوال شما گرفته شد، جواب داده میشه. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. شبکه جهانی وسال حق، برنامه پرسش و پاسخ. سوالی دارید؟ چه کتابی برای شناخت پیام رسول الله و دخترها و همسرانشون است؟
بله کمی بلندتر صحبت کنین، سوالتان واضح نبود. چه کتاب برای شناخت چهره رسول الله و دخترها و همسرانشان هست؟ و کتاب کلیات چه کتابی برای تعبیر- چی ببیننده عزیز؟ چه کتابی برای چی؟ برای شناخت چهره رسول الله و دخترها و همسرانشان. چهره رسول برای شناخت چهره رسول الله صلی الله علیه و بله و دخترها و همسرانشان. سوال دیگری هم دارید؟ و کتاب کلیات تعبیر در یادلستان. بله. و میشه نیت وضو داشته باشی در هر غسلی که باشه ولی وضو نگیری، چون میگن سر آمد کرده و مزمزه و استنشاق عطیه. سوالت واضح نبود بیننده گرامی، میشه واضح بگید؟ کم بلندتر صحبت کنید. و میشه نیت وضو داشته باشی در هر غسلی که باشه ولی وضو نگیری، چون میگن سر آمد کرده و مزمزه و استنشاق عطیه. جناب مولانا من متوجه نشدم. نیت نکنید یعنی چی؟ منظورتان از نیت چی؟ نیت روزه و غسل چی؟ نه منظورم اینه که نیت وضو داشته باشی در هر غسلی که باشه ولی وضو نگیری، چون میگن سر آمد کرده و مزمزه و استنشاق انجام یعنی وضو نگیری و نیت روزه داشته باشی، روزه با این نیت روزه میشه؟ چه قسم اینجوری منظورتان است؟ یعنی وضو میگیری در هر وقتی که غسل کنی ولی چون میگن بله هر وقت که غسل میکنید وضو میگیرید، یعنی چه قسم؟ نیت وضو داشته باشی در هر غسلی که باشه ولی وضو نگیری. ها سوالتون گرفته شد. و استنشاق انجام بدی. یعنی نیت وضو را داشته باشید در هر غسل، یعنی وضویتون میشه یا نه اینجور؟ بله بله. درست. سوال دیگری هم دارید؟ بله. بچه ذکری برای شستن لباس یا هر چیز دیگری هم بعضی هم میگن اینجوری. سوالت واضح نبود، چجور؟ بچه ذکری برای شستن لباس یا هر چیز دیگری هست. خب سوالتون جواب داده میشه، شما روی پای ذکری برای شستن چی؟ لباس. ذکری برای شستن لباس و یا هر چیز دیگه وجود داره چنین ذکری؟ تشکر از شما بیننده عزیز، سوال شما پاسخ داده میشه. بیننده بعدی سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید سوال شرعیتون. ببخشید کسانی که عادت ماهانگی دارن از روی موبایل قرآن تلاوت میکنن، باز آیه سجده که بیاید چیکار بکنن؟ باید سجده بکنن یا خیر؟ چون مریضی عادت ماهانگی دارن دیگه نمیتونن که سجده بکنن. دیگه هیچ مردم میخوایم واضح شوه. یک دیگه که مادرم که 3 ماه پیش فوت کرده، مادرم در سالهای دیگه عید قربانی میکرد، اهل خودم یا بیادرای من برای مادرم قربانی کرده میتونیم اگر قربانی کنیم ثوابش برایش میرسه یا خیر؟ سوال اخیرتون دوباره تکرار بکنید. سوال اخیرم مادرم 3 ماه پیش فوت کرده، عید قربانی میکرد، اهل بجای مادرم خودم یا بیادرای من قربانی کرده میتونیم و ثواب قربانی برایش میرسه یا نه؟ دیگه سوال دومی است که امی قرآن دعوت کرده یا نفل خوانده برای مادرم بخشیده میتوانم ثواب برایش میرسه یا خیر؟ از مولانا صاحب تقاضای دعام دارم. تشکر بیننده عزیز، سوال شما گرفته شد، جواب داده میشه. بیننده بعدی سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، سوال شرعیتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار 3 سوال دارم اگه اجازه بدین. بفرمایید. سوال اولی که دیروز به اساس یک اشتباهی که از ما سر زد، قبل از غروب 2 دسته قبل از غروب اشتباها ما روزی خود افطار کردیم، چون تا انتقال نماز در خانه داریم که
2 دقیقه به وقت غروب مانده بود. به اساس یک اشتباهی که طفلکم گفت که 15 کم آذان است، ما به اون تایم افطار خود کردیم و بعد از اینکه شوهرم به تراویح و مسجد رفتن متوجه شدیم که 2 دقیقه قبل ما افطار خود کردیم. های روزی ما درست است یا خیر، یا یک روز دیگر بعد از رمضان بگیریم؟ درست است. سوال شما گرفته شد. سوال دیگری دارید؟ بله، سوال دیگری است استاد محترم که به دست یکی از دوستای ما مادر بزرگش یک تکه سرخ را بسته کرده بود که بهش گفته بود که نظر نشه. تکه سرخ یعنی مانع نظر شدن اشتک میشه. من برشان گفتم که اگر کسی که به می عقیده باشه که همین تکه سرخ میتونه مانع نظر شدن یک طفل شوه، یک کرامت داره، انسان از دایره اسلام خارج میشه و حتی امکان داره که آدم کافر شوه. اینال به اساس همی گفته خود چون آگاهی کامل نداشتم، بسیار پریشان بودم که من کدام گناه بزرگ از من سر نزده باشه، چون یک انسان کافر گفتنش گپ بسیار بزرگی است. میخواستم از جناب مولانا صاحبی را دقیق معلومات داشته باشم، چون اونا بعضی اوقات دمی فکر هستن که امی تکه سرخ میتونه که مانع شوه که امی طفل نظر نشه، یا تا خانه را آباد میکنن سر خانه یک بیرق سرخ را میزنن که مانع چشم زدن مردم میشه. میخواستم دمی باره که معلومات بگیرم. و سوالتان گرفته شد. سوال دیگری هم دارید خواهر گرامی؟ یک سوال دیگه هم دارم استاد محترم که یک از دوستایم یک دخترک 11 ساله داره و دختر به سن رسیده که یعنی تمام واجبات برش فرض شده، یعنی در سن که باید بالغ شوه بلوغ شده دیگه، مگر توانایی روزه گرفتن نداره. میتونه دخترک 11 ساله روزه نگیره امسال یا سال دیگه که توانایی داشت بگیره، یا در روزهای زمستانی روزی خود بگیره؟ استاد محترم دیگه باره که معلومات سوال شما گرفته شد. سوال دیگری ندارید؟ سلامت باشید برادر محترم. ممنون. جواب شما داده میشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. سلام علیکم بیننده گرامی برنامه پرسش و پاسخ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال شرعی دارید؟ خدمت مولانا صاحب. الو. علیکم السلام، بفرمایید. سوال شرعی دارید برادر؟ کسی که پول حرام دریافت میکنه عبادتش قبول میشه؟ یک سوال. دیگه یک خواهشم دارم، میشه که برنامه دیروز پرسش و پاسخ از روز اول رمضان اویر بر روی در یوتیوب قرار داده میشه و دیگه او را میتونین از طریق یوتیوب ببینید. یوتیوب شبکه جهانی وصال حق برنامه پرسش پاسخ. یک سوال داشتم. سلامت باشید. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام. برنامه پرسش پاسخ. سوالی دارید؟ بله پیش از اتار. بله روزه فرضی رو ما رو یک روز پیش گفته بودن، ما روزه گرفتیم روزی 16 شهریور. روزه فرضی رو یک روز پیش گفته بودن؟ کی گفته بودن؟ ما در روسیه زندگی میکنیم. در ما رو یک روز روسیه؟ پیش آنها اعلان دادن. در روسیه یعنی منظورتون؟ ما بله ما رو یک روز پیش گفتن که رمضان است، ما روزه فرضی زیاد کردیم و بعدا ما رو گفتن که شما روزاتون رو بخورید. خب بعد خوردین؟ نه ما نخوردیم، اما گفتن اگر شما روزاتون رو نخورید شما رو عافی میشه. خب یعنی گناهکار میشه. سوال شما گرفته شد. سوال دیگر داره بیننده عزیز؟ تماس قطع شد. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه پرسش سلام با پاسخ. شما و استاد گرامی تقدیم می‌دارم و در قدم اول رمضان مبارک با شما و جمله کافه امت اسلام در سرتاسر جهان تهنیت و تبریک عرض می‌دارم. علیکم السلام. سلامت باشید. یک دو سوال داشتم استاد عزیزالقدر. یک سوال من است که آیا خانم‌ها خواهرای ما میتونن در تراویح اشتراک کنن؟ یک. و
و یا در خانه نماز بخوانند یا در مسجد بروند، میتونند در مسجد بروند یا در خانه بهتر از کنامش. یک سوال دوم دیگه ای است که بعض مسلمانان برادرای مسلمان ما در سن 70 80 ساله رسیدند، ریشه خود به اصطلاح تراش میکنند و اولادشان فرزندشان ریش میمانند میگذارند، اما متاسفانه خود پدران ریش نمیگذارند و اینا میخواستم از نظر شرعی تفسیر و توضیحش از استاد محترم عزیز ما. دیگه باز هم وقت شما رو گرانبهای شما رو نمیگیرم، از عالم دور رویتان میبوسم. یک جهان تشکر، خداوند عجز دارین با شما نصیب بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز. بله سلام علیکم بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده بعدی. سلام علیکم. تماس قطع شد، تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه پرسش و پاسخ برادر عزیز. من دو تا سوال داشتم. بفرمایید برادر عزیز. دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که آیا وقتی که اذان صبح میشه، میشه به اون اذان نماز صبح خوند یا نه زوده؟ یه رو 20 دقیقه بعدش، نیم ساعت بعدش بخونم؟ وقتی اذان صبح می شود، یعنی می شود در وقتی که اذان داد نماز بخونه یا اینکه بعدش بخونه؟ ها؟ آره همون موقع میشه، آن نیم ساعت بعدش زوده. دو سوال بعدی. یه سوال دیگه من اینه که وقتی من نماز میخونم، یعنی میتونم با صدای بلند تنهایی، نه که جای زیاد باشه، یه جایی میخوام تنهایی، یعنی یواش نکنم، میخوام با صدای بلند بخونم، احساس میکنم اونجوری حواسم زیاد پرت نمیشه، یعنی با صدای بلند نماز خوندن اشکال نداره. سوال شما گرفته شد. سوال بعدی دیگه دارید؟ در شما درد نکنه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و استاد التماس دعا داره. سلامت باشید بیننده گرامی. تماس بعدی. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید یه سوالی داشتم در مورد مادرم که نمیتونه روزه بگیره، میتونه کفاره‌اش در مورد چه؟ روزه گرفتن. یعنی مادرتون نمیتونه روزه بگیره؟ مریض نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه کفاره‌اش هم بده. کفاره‌شو باید بده یا نه؟ روزه میتونه بگیره و هم کفاره داده میتونه؟ بله، فقیره نمیتونه کفاره‌شو بده. سوال شما گرفته شد. دستتون درد سوال دیگری هم دارید؟ نه والله ندارم. سلامت باشید. تشکر. مولانا صاحب سوالا بس است یا اینکه کافی است؟ آخرین بیننده هم خیلی بگیریم میگن. تماس بعدی بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما استاد بزرگوار ما. هستم از افغانستان. با تماس شدن یکی دو سوال از استاد داشتم. سوال اول می است که یک زنی که طفل به دنیا آورده باشه تا چه وقت نمیتونه روزه بگیره؟ زن که طفل به دنیا آورده باشه چه قسم؟ تا چه وقت نمیتونه روزه بگیره؟ تا چه وقت؟ سوال بعدی. سوال بعدی می است که بعضی از علما میگن که یک زن که تخلص شوهر خود میگیره حرام است برش، باید که اگر عروسی هم میکنه باید تخلص پدر خود بگیره. و سوال شما گرفته شد خواهر عزیز. فقط میخواستم که امروز جناب مولانا گپ بزنم. چه وقت میتونم امروزشون گپ بزنم؟ بعد از برنامه میتونین با مولانا صحبت بکنین. درست است. تشکر از برنامه زیبایتان. وقتتان خوش. خداحافظ. سلامت باشید بیننده عزیز. تشکر. بینندگان عزیز یک میان برنامه بگیریم، زود پس برمیگردیم. با شما هستیم. نجفت مضاجعها شد ما زركن اليوم كافي نفسك تدلعها أقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها شد ما زرك من اليوم كافي نفسك تدلعها أقبل شهر الصوم ناس نجفت مضاجعها شد ما زرك من اليوم
كافي نفسك تدلعها. وحيا حيا يا مهموم جيب همومك وجمعها، كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها. حيا حيا يا مهموم جيب همومك وجمعها، كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها. ولا زمان النوم لحظة لا تضيعها، من يضيعها محروم خلي نفسه مطامعها. قبل شهر الصوم ناسي أشفت مضاجعها، شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها. أقبل شهر الصوم ناسي أشفت مضاجعها، شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها. الله يا عسى هالفرحة دوم، فرحة عين بمدامعها. لوم نفسك كل اللوم، رد نفسك وراجعها. يا عسى هالفرحة دوم، فرحة عين بمدامعها. لوم نفسك كل اللوم، رد نفسك وراجعها. بات شيطانك مهزوم والوساوس ودعها، والشياطين في الجوم صفدت في مقابعها. وبات شيطانك مهزوم والوساوس ودعها، والشياطين في الجوم صفدت في مقابعها. هز نفسك يلا قوم صار بيدك دوافعها، دعوة للحي القيوم وين ما كنت سامعها. شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها. أقبل شهر الصوم وناسي أجفت مضاجعها، شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي سلام مجدد و خسته نباشید بینندگان عزیز. جناب مولانا صاحب، سوال اول بیننده بود که تجارت قرص بدنسازی چه حکم دارد؟ قرص های بدنسازی یا موارد دیگر که شبیه به این هستند، این بستگی به این داره که آیا اینها مجاز هستند، به تعبیر دیگر آیا مواد شیمیایی در اونها هست که موجب ضرر و زیان بدن می شود یا خیر. اگر که برای بدن یعنی زیان ندارند، ضرر و زیانی ندارند و از نظر بهداشت جهانی مورد تایید هستند و در زمره مواد مخدر در واقع داخل نمیشند، در این صورت اشکالی نداره و خرید و فروششون و نقل و انتقالشون جایز هست. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی، برای شناخت چهره رسول الله صلی الله علیه و کتابی رو معرفی. معروف ترین کتاب در این زمینه شمایل ترمذی هست، شمایل النبی که امام ترمذی رحمت الله علیه اینو نوشته و به زبان فارسی هم ترجمه شده و در نت هم فکر کنم که قابل دریافت است. جزاک الله خیر. سوال بعدی بیننده، برای هر غسل آیا وضو واجب است گرفتن وضو؟ وضو برای غسل لازم نیست، جز سنت های غسل است. یعنی اگر کسی در حالت جنابت هست و میخواد غسل جنابت رو انجام بدهد، این خود غسل باید همراه با نیت پاکی باشد. یک نیت دیگری برای وضو قبل از غسل لازم نیست. سنت این است که اگر کسی میخواهد غسلش کامل بشود، قبل از غسل باید وضو بگیرد، در حد سنت هست. اما اگر کسی قبلا وضو نگرفت، قبل از غسل وضو نگرفت و غسل کرد با نیت پاکی، همین غسل جایگزین وضو هم هست و نمازش کاملا صحیح و درسته. جزاک الله خیر. ذکری برای شستن لباس و یا هر چیز دیگری وجود داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کاری رو که شروع می‌کردن با نام الله، یعنی بسم الله می‌کردن در ابتدای هر کاری، و ذکر دیگری خاصی، ذکری که خاص لباس شستن یا کارهای دیگر باشه چون ذکری وجود نداره. فقط بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر کاری، این جزء سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. از روی موبایل سجده تلاوت و یا که وقتی عادت ماهوارم داشته باشه سجده تلاوت بشنود، سجده تلاوت بنابر قول راجح برای زنان در عادت ماهیانه جایز هست که قرآن رو تلاوت بکنن، منتها به شرطی که به قرآن دست نزنن، مانند این که از روی موبایل باشه یا اینکه کسی از روی حفظ هست یا قرآن رو کسی دیگر جلوی رویش باز کرده و ایشون از روی قرآن تلاوت میکنن. در این صورت ها اشکالی نداره و تلاوت قرآن برای زن در این حالت ها جایز هست. و طبیعت حال اینه وقتی که تلاوت قرآن برای اون جایز باشه، سجده‌ای که مربوط به تلاوت هست، یعنی سجده تلاوت، این هم اشکال شرعی نداره. برای سجده تلاوت یا برای سجده شکر این در حکم نماز نیستن. این فقط یک سجده هست، هم سجده شکر و هم سجده تلاوت. این در حکم نماز نیست، فقط در حکم یک سجده هست و برای این سجده وضو لازم نیست. همان گونه که یک فرد میتونه بدون وضو این سجده رو انجام بدهد و فردی که در حالت عادت ماهیانه هست وقتی که تلاوت قرآن برایش جایز هست، سجده تلاوت هم برایش جایز هست، اشکالی ندارد. سوال بعدی، مادرش فوت کرده، آیا میشه از طرف مادرش قربانی بکنه و یا اینکه ثواب قرآن و نفل هم بهش میرسه؟ برای مردگان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشترین توصیه رو که کردن این است که ما برایشون دعای خیر بکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن زمانی که یک فردی از دنیا می رود عمل صالحش قطع می شود، یعنی پرونده نیکی ها و بدی هاش در واقع قطع می شود مگر از در 3 مورد این ثوابش می رسد. کسی است که علم نافی رو به جای خودش، یعنی بعد از خودش گذاشته، یا صدقه جاریه داده، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالح و نیکوکاری که برای مرده خودشون، برای پدر و مادرشون دعا بکنند. بهترین مورد همین برای ایصال ثواب دعا هست. صدقه دادن برای پدر و مادری که از دنیا رفتن یا برای هر میتی هیچ گونه اشکالی نداره. حج رفتن، عمره کردن هیچ اشکالی نداره و جایز هست. قربانی کردن هم بنابر قول جمهور جایز هست، اشکالی نداره و انشاءالله ثواب حتما خواهد میرسن. اما تلاوت قرآن و نماز نفل خوندن این برای مرده از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. جزاکم الله خیر جناب. بیننده پرسیده دیروز قبل از غروب اشتباها افطار کردیم 2 دقیقه قبل، یعنی حکمش چیست؟ این بحثی به این داره که اگر واقعا یعنی مطمئن هستند که قبل از غروب افطار کردند، یعنی معمولا در بعضی از به اصطلاح برنامه‌های و تقویم رمضانی که تدوین میشه چند دقیقه احتیاطی در نظر میگیرند. اگر به گونه‌ای بوده که واقعا روی برنامه اونا همیشه افطار میکردند که 2-3 دقیقه به اصطلاح وقت احتیاطی در نظر گرفته، اگر ایشون الان 2 دقیقه قبلا خوردن معنیش این است که بعد از غروب در واقع افطار کردن. اما اگر عملا ثابت شد که نه، عملا هم قبل از غروب افطار کردن، هنوز غروب نشده بود و قبل از غروب افطار کردن، اشتباها در مذهب جمهور فقها 1 روز باید به جایش قضا بیاورند.
جمهور اهل علم و فقها نظرشون بر این است که یک روز دیگر به جاش بیاورند. این به خاطر احتیاط این فتوا هم صحیح‌تر و بهتر است. گرچه برخی از علما مانند شیخ ابن عثیمین، علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه و بعضی از معاصرین نظرشون بر این است که این خطا هست و وقتی که خطا هست الله متعال خطا رو از امت اسلامی در واقع معاف کرده، پس بنابراین گناهی هم ندارد، قضایی هم لازم نیست. اما بنابر احتیاط روزه بگیرند، یک روز به جاش روزه بگیرند اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر جناب شیخ. آیا تیکه سرخ مانع نظر میشه یا نه؟ نه، لباسی که به اصطلاح یک تکه پارچه سرخی که بر روی فرزندی ببندند یا مهره و موارد دیگری که این را بر روی فرزند ببندند، این به هیچ عنوان از نظر علمی مانع نظر نمی شود. و اگر کسی معتقد باشد که این لباس سرخ یا این تکه پارچه سرخ خودش خاصیت این را دارد که دفع نظر می کند، خودش توانایی این را دارد که به اصطلاح ضرر را از ما دور بکند، این در واقع جزء موارد شرک است و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چنین افراد در واقع دعای بد کردن و نفرین کردن، فرمودند من علق تمیمه فلا اتم الله له. کسی که این در حکم تمیمه هست، کسی تمیمه یا چیزی رو بر بدن ببنده آویزان بکنه به نیت دفع شر، الله متعال اون رو به مرادش نرساند. و در روایت دیگر هست که تمیمه شرک هست، منتها در صورتی هست که فرد معتقد باشه که این خود پارچه یا فلان مهره این خاصیت رو دارد که در واقع انسان رو از بدی و ضرر و زیان حفظ میکنند. و برای بهترین راه برای حفاظت از چشم زخم خود قرآن کریم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو همیشه دو سوره معوذتین رو قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو میخوندن و بر فرزندان خودشون دم میکردن. شما هم این کار رو انجام بدید، انشاءالله تاثیرش از هر چیزی دیگری بیشتر و بالاتر هست و مرتکب شرک هم نخواهید. امین بیننده گفته که من مانع همین تیکه سرخ شدم و براش گفتن که این سبب خروج از اسلام میشه. آیا من گناهکار میشم با این کار؟ انسان باید وقتی حرفی رو میزنه بر اساس دلیل و مدرک باشه. اگر مطمئن هستی که شما یک حرفی رو شنیدید از یک عالم، حرف یک عالم رو تکرار بکنید، در این صورت گناهی برای شما نیست. اما اگر کسی از طرف خودش بدون علم شرعی ولو اینکه حرفش راست هم در بیاد، اما چون که بدون علم فتوا داده، این از نظر شرعی اشکال داره و نباید انسان چون کاری رو انجام بده. دختر 11 ساله تمام واجباتش بالایش فرض شده مگر توانایی روزه گرفتن را ندارد. اصل معیار برای فرض شدن روزه در واقع بلوغ هست. اگر واقعا دختر در سن 11 سالگی عادت ماهیانه میبینه، معنیش این است که بالغ شده و باید روزه بگیرد. اما اگر کسی واقعا یعنی از نظر جسمانی چنان ضعیف است که با وجود اینکه واجب روزه بر اون واجب هست نمیتواند روزه بگیرد، حکمش این است که به جایش باید فدیه بدهد. یعنی در مقابل هر روزی که روزه نمیگیرد به یک مسکین غذا بدهند. منتها تا جایی که برایش ممکن هست در صورتی که به بلوغ رسیده حتما باید روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. دریافت پول از پول حرام آیا عبادتش قبول میشه؟ معاملات حرام یک معامله به اصطلاح حرام هست و کسبی که انجام میشه و مالی که از اون دریافت میشه خودش هم حرام هست و مال حرام در زندگی انسان قطعا تأثیرات منفی بسیار زیادی رو داره که توفیق عبادت رو الله متعال یعنی کمتر نصیب انسان میشه و خود این چه بسا که سبب جلب مصائب و مصیبت ها شاید بشه، عقوبت الله متعال رو در پی داشته باشه. و برخی از عبادات در صراحتا در روایات اومده که قبول نمیشن، مانند دعا که دعا یک نوع عبادت هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که مطعمش از حرام باشه، مشربش از حرام باشه، لباسش از حرام باشه و غذی بالحرام، چون کسی دست‌ها رو به آسمان هم بلند بکنه دعاش قبول نمیشود. این دعا در واقع یک نوع عبادت است. اما دعاهای عبادات دیگر مانند نماز و روزه و زکات و بقیه مواردی که هستند دلیلی وجود نداره که این عبادات از اون قبول نشوند. اون عباداتش قبول میشوند، منتها دعایش قبول نمیشود و مال حرام سبب بی‌برکتی در زندگی و سبب عدم توفیق عبادت میشود.
بیننده پرسیده روزه فرضی یک روز پیش از رمضان آیا میشه؟ بیننده که از روسیه پرسید. وقتی که در منطقه روسیه به طور مثال گفتند که مثلا فردا رمضان هست، بر این حساب که آیه فلکی حساب کردند یا این که کسی ماه رو دیده باشه و بعدا ثابت شد که ماه رو ندیدند و اشتباهی روزه گرفتند، گناهکار نمیشوند. اگر کسی روزه رو خورد بازم خوب، اشکالی نداره و اگر هم که نخورده باشه گناهی برگردن اون نیست. منتها جز روزه ماه مبارک رمضان حساب نمی شود. زمانی جز روزه ماه مبارک رمضان حساب می شود که در واقع رؤیت هلال رمضان به اثبات رسیده باشه، مردم ماه رو دیده باشند و بعد از آن روزه بگیرند. اگر کسی قبل از آن روزه گرفته باشه گناهی رو انجام نداده و اگر هم روزش رو نخورده باشه این گونه نیست که عاصی بشود و گناهکار بشود. منتها اون روز جز روزه ماه مبارک رمضان حساب نمیشه. جزاکم الله خیر جناب شیخ. آیا خانم ها در تراویح میتواند اشتراک کند و تراویح را در مسجد بخواند بهتر است یا در خانه؟ نماز تراویح یک نماز سنت هست، قیام رمضان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب کردند و در این زمینه زنها و مردها با هم دیگه تفاوتی ندارند، هم برای مردها هست و هم برای زنها. و زن در صورتی که راه امن باشد، در مسجد مثلا نماز جماعت برگزار میشه، جایی هست برای زنها، اشکالی ندارد، میتواند که برود در مسجد نماز بخواند بنابر مصلحت هایی که برای خودش در نظر گرفته. به طور مثال اگر در منزل بنشیند تنها ذوقی برای عبادت ندارد، نشاطی ندارد، خوابش میگیرد، تنها از در مسجد بهتر میتواند و از طرف دیگر سماع قرآن هم هست، استماع میکند آیات قرآن را. بنابر این مصلحت ها در صورتی که فتنه ای نباشد، این راه امن باشد، اشکالی نداره، جایز هست که به مسجد برود. در غیر این صورت در منزل نماز بخواند اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر جناب شیخ. بیننده گفته در سن 70-80 سالگی بعضی مردم ریش تراش میکند اما فرزندانش ریش دارند، حکم شرعی انسان باید از ابتدای جوانی در واقع پایبند احکام شرعی باشه و یکی از مواردی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم مژده دادند که یک انسان مسلمان روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرار میگیرد، یعنی در ناز و نعمت هست و جز کسانی هست که مورد احترام قرار میگیرند در روز قیامت کسی هست که شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که جوانیش را در عبادت الله گذرانده باشد و در هنگام پیری در واقع چه بسا که همه به اصطلاح توبه بکنند و پیرو احکام شرعی باشند، اما چه کسی رو الله متعال توفیق توبه بدهد، چه کسی تا اون زمان زنده باشد. و کسانی که حتی پیر شدند باز هم پیرو احکام شرعی نیستند، باز هم مخالفات شرعی رو انجام میدن، باز هم ملتزم به احکام شرعی نیستند، در واقع این سلب توفیق الهی و خذلانی هست که نصیب یک انسان شده. بیشتر و سنگینتر از حکم این که انسان پایبند حکم شرعی نباشه، مانند مسئله ریش رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید کردند، در روایات متعددی فرمودند که شما محاسن خودتان رو آزاد بگذارید و رها بکنید، بزرگ باشه محاسنتون. گذشته از این که کسی بر این عمل نمی کند، اگر مخالفت بکند و کسی رو منع بکند، این در واقع یک گناه مضاعفی بر این عمل است. جزاک الله خیر جناب شیخ. آیا وقتی که اذان صبح داده بشه نماز بخوانه میشه؟ بله، اذان حتما باید سر وقت داده بشه. اذانی که قبل از وقت باشه این اذان معتبر نیست برای نماز و معمولا در تمامی جاها وقتی که اذان گفته می شود این اذان برای نماز هست و اذان بعد از فجر گفته می شود، یعنی بعد از طلوع فجر و دمیده شدن فجر اذان گفته می شود و وقت نماز هم بعد از طلوع فجر آغاز می شود. پس بنابراین اگر کسی مباشرتاً بلا فاصله بعد از اذان هم نماز بخواند نمازش صحیح است و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. جناب شیخ 5 دقیقه وقت مانده، 4 سوال. بسیار. سوال بعدی، آیا نماز را با صدای بلند بخوانم؟ من چون میگه احساس میکنم با بلند بخوانم حواسم پرت نمیشه. اشکالی نداره در نمازهایی که جهری هستند، ولی اینکه انسان به صورت فرادا نماز خوانده بشود این سنت است که انسان به صورت جهری بخواند، هیچ گونه اشکالی نداره. وقتی که نماز مغرب هست، عشا هست یا نماز فجر هست و میخواد که با صدای بلند بخواند هیچ گونه اشکالی نداره. و غیر از این حتی نمازهایی رو که سری هستند باید قرائت صورت بگیره، این هم در نماز جهری و هم در نماز سری باید قرائت انجام بگیرد و معیار قرائت این
است که حداقلش خود انسان صدای خودش رو بشنود، یعنی با لب و زبان خودش حروف رو تلفظ بکند و قطعا یک صدای پدید میاد به اندازه که خودش این صدا رو بشنود. این در حد به قول معروف نماز سری هست، آهسته خواندن هست. اگر کسی یه مقدار صداش رو بلندتر بکند در نمازهای جهری همون گونه که عرض کردم اشکالی نداره، بلکه اولاتر و بهتر هم هست. جزاکم الله خیر. مادرم نمیتونه روزه بگیره و فدیه هم نمیتونه چی کار بکنه؟ اگر توانایی روزه رو هم ندارد و توانایی فدیه رو هم در واقع ندارد، اگر ایشون بگونه‌ای هست که هوش و حواسش کامل هست، یعنی فقط بیمار هست، یکم به صورت کامل در کما و بیهوشی نیست، روزه بر اون فرض هست و اگر نمیتواند روزه بگیرد به جایش باید فدیه بدهد، در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدهد و اگر خودش نمیتواند این کار را انجام بدهد، یکی از فرزندانش میتواند به جای مادرشون فدیه روزه ایشون رو پرداخت میکنه. جزاکم الله خیر. زنی که طفل تازه به دنیا آورده تا چه مدت نمیتونه روزه بگیره؟ در این زمینه روز مشخصی نیست که ما روزی رو مشخص بکنیم که 20 روز باشه، 30 روز باشه یا 40 روز باشه. منتها تا 40 روز اگر ادامه پیدا کرد خون بعد از 40 روز، ولو این که عادتش هنوز تمام نشده باشه، نفاس تمام نشده باشه، باز هم باید روزه بگیرد و نماز بخواند. اما قبل از 40 روز هر وقتی که پاک شد و خون بند شد باید نمازش رو بخواند. جزاکم الله خیر جناب شیخ. تخلص شوهر چه حکمی دارد؟ اشکالی نداره وقتی که به صورت یک تخلص باشه، نه به صورت یک نسبت باشه. اگر نسبت داده بشه، کسی خودش رو به غیر پدر نسبت داده بشه، نسبت بدهد، این از نظر شرعی اشکال داره. اما این به عنوان این باشه که مردم بفهمند که فلانی زن فلان مرد هست، این در این اندازه اشکال شرعی نداره. جزاکم الله خیر جناب شیخ. یکی از بینندگان فکر کنم از فیسبوک پرسان کردن، گفتن که در بر اساس گرمایی که در ایران کار میکرده، کارگر بوده، در گرما روزه خورده چه حکم دارد؟ کسی اگر بنابر عذری روزه را خورده گناهی برگردنش نیست و به جاش باید یک روزی رو روزه بگیره. یعنی تفاوتی نداره که این روزه رو شکسته، یعنی با آب خورده باشه یا چیزی رو خورده باشه، در هر صورت حکمش این است که یک روزی دیگر به جاش قضا بیاوره، مگر در صورتی که کسی روزهش را با جماع شکسته باشد که در اون صورت کفاره هم دارد. جزاکم الله خیر جناب شیخ. یک سوال دیگر هم بگیریم. اگر به کسی پیسه یا پول بدهم برای اینکه برایم غذا پخته کند در ماه رمضان، آیا ثواب روزم کم نمیشه؟ نه، اشکالی نداره. اگر کسی یک خدمتگزاری داره یا کسی هست که براش آشپزی میکند و خودش میخواد راحت باشد در این ماه به عبادتش بیشتر برسد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و گناهی برگردن چنین فردی مترتب نخواهد شد. و جز سوال دیگه هم این است که غذای من تفاوتی نداره چه غذایش، یعنی بهتر باشه یا پایینتر باشه، این جایز هست و به اصطلاح اذیت و آزاری برای اون آشپز ولو اینکه آدم فقیر باشه در نظر یعنی حساب نمیشوند و در این زمینه هم گناهی برگردنش نیست. جزاکم الله خیر جناب شیخ. به پایان برنامه رسیدیم. زنده باشید. بینندگان عزیز، تا این دم با ما بودید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند کریم و لایزال می سپاریم. خدایار و نگهدارتان، عبادات و طاعاتتان قبول. تا برنامه بعدی، خدا حافظ. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. فرا رسیدن و آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه قرآن را بر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که این ماه را بتوانیم با یک ذخیره و یک توشه کامل که در آن عبادت باشد، رحمت باشد، قرآن باشد و نیکی ها رو جمع بکنیم، بتوانیم که از این ماه سرفراز بیرون برویم. در خدمت شما عزیزان هستیم با استاد بزرگوار جناب مولانا
عبدالقدوس دهقان که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. سلام باشین. من از اتاق فرمانم خواهش میکنم که برای شروع هم شماره بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن تا زود تماس بینندگان رو بگیریم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که من پیوند کلی هستم و نمیتوانم روزه ماه مبارک رمضان را روزه بگیرم، کفاره آن را هم نمیتوانم بدم، لطفاً من را راهنمایی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اصل در شریعت اسلامی برای کسانی که توانایی روزه گرفتن را دارند این هست که باید روزه بگیرند. روزه یک فریضه الهی هست که الله متعال به عنوان یکی از ارکان عبادی اسلام بر مسلمانان مقرر کرده. منتها هم روزه و هم عبادات دیگر رو الله متعال بر مبنای استطاعت بشر و بندگان خودش قرار داده. یعنی این که اگر کسی نتوانست روزه بگیرد جایگزینی رو الله متعال برای اون قرار داده که همان فدیه هست که در مقابل هر روزی به یک مسکین در واقع غذا بدهد و این جایگزینی هست برای کسانی که بیمار هستند و بنابر عذری موجه نمیتوانند روزه بگیرند. و بالفرض اگر تصور بکنیم که یک فردی این نتوانایی روزه گرفتن را داشته باشد و نتوانایی فدیه را داشته باشد، این از نظر جسمی چنان ناتوان و بیمار باشد که توانایی روزه گرفتن را ندارد و از نظر مادی چنان فقیر و تنگ دست باشد که توانایی فدیه دادن و بهای روزه را دادن را این توانایی را هم نداشته باشد، در این صورت حکم از چنین شخصی ساقط می شود. به استدلال از روایتی که در این زمینه آمده که حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه در مورد اون صحابی که در روز رمضان با همسرش هم بستری کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشون گفت که باید قضا بیاوری، کفاره بدی و در مرحله دوم که به فدیه رسید و اطعام طعام 60 مسکین را غذا بدی، ایشون گفت که من نمیتوانم که غذا، یعنی توانایی مالی هم ندارم که بخوام که این کفاره مالی رو پرداخت بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت کردند و بعد از این که یکی از صحابه یک سبدی از خرما رو آوردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم این خرما رو به اون فرد داد، گفت اینها رو در راه الله صدقه بکن به عنوان کفاره. پس بنابراین اگر خود این فرد نمیتونند که نه روزه بگیرند و نه اینکه کفاره به اصطلاح فدیه رو بدن، به جای فدیه اگر کسی دیگر از خانواده ایشون فدیه بدهد هیچ اشکالی ندارد، به جای ایشان قبول می شود. و اگر کسی این فدیه رو به جای اون پرداخت نمی کند و خودش هم توانایی ندارد، باز هم در این صورت الله متعال اون را معاف می کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کسی که توانایی ندارد انشالله مورد بازخواست الهی هم قرار نخواهد گرفت. تشکر میکنم از شما. بیان گفتن که در یکی از شهرهای ایران زندگی میکنم که در اونجا مسجد اهل سنت وجود ندارد، آیا با اذان اهل تشیع نماز بخونم یا نه؟ معیار در روزه دخول وقت است، یعنی شما باید با از طلوع فجر روزه رو آغاز بکنید، اوقات شهری رو که در آن سکونت دارید بپرسید و از اهل منطقه سوال بکنید و با غروب آفتاب شما باید افطار بکنید. در تهران هستید یا هر شهر دیگر هستید، بر اساس افق همان شهر شما می توانید که روزه رو آغاز بکنید و بر اساس افق و غروب آن شهر می توانید که روزه رو در واقع به پایان برسانید. و اذان شیعه بارها عرض کردیم که معمولا دیرتر هست، حدود ربع ساعت تا 20 دقیقه دیرتر از غروب آفتاب در واقع اذان میدن و بنابراین بهترین است که شما وقت دقیق افطار را و غروب را، اوقات شرعی محلی را که زندگی میکنید پیدا بکنید و بر اساس این جدول عمل بکنید. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز چند تا رو خط هستن و اونها رو معطل نمیذاریم. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. بفرمایید سوالتون. و باید صحت دارم.
نماز شکر و حاجت صحت بود. نماز حاجت و شکر. بله. نماز حاجت و شکر. سوال دیگه هم دارین؟ بله. آیا اگر کسی یا موش از روی فرش، لباس یا پتو رد بشه باید این چیزها رو بشوریم تا رویشان نماز خوانده بشه؟ اگر چه چیزی رد شود؟ موش یا کلپک از روی فرش، لباس یا پتو رد بشه باید اینا رو بشوریم تا رویشان نماز خوانده بشه؟ درست. بله. سوالی هم دارین؟ یک ساده بذارید مثل پیامبر قبلی برای پیام‌ها. چه چیزی؟ دوباره بپرسین؟ اگه بشه یک راه ارتباطی ساده بذارید مثل پیامبر قبلی برای پیام‌ها. نفهمیدم متاسفانه. اگه بشه یک راه ارتباطی ساده بذارید مثل پیامبر قبلی برای پیام‌ها. راه ارتباطی با کانال یعنی؟ بله. انشالله. شماره زیرنویس میشه اگر نگاه بکنید انشالله میتونین که دریافت بکنید. ایمیل هست و تماس تلفنی هست و میتونین پیام بدین. تشکر میکنم از شما. تشکر. سلام باش. خدا نگهدارتون. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ببخشید امی سوال من راجع به رمضان نیست که سوال موضوع خانوادگی است. بفرمایید. برنامه‌تان پرسان کنم یا منتظر باشم؟ اگه سوال شهری است برای دیگه. اگر خصوصی هست یعنی خانواده خصوصی بعد از برنامه تماس بگیریم. نه خصوصی نیست. بفرمایید. سوال فقط یکم بلندتر صحبت کنید تا سوالتون بهتر بشه. بله. ما تقریبا 4 سال میشه که ازدواج کردیم. 2 سال قبل از ازدواج ما یک خواهر شیری ما داشتم که دختر عمیم میشد. او را به عقد خسر بریم یعنی برادر خانمم او امرای از او ازدواج کرد. بعد از یک چند مدت 7-8 ماه بین مناسبات از اونا خراب شد و اونا ادعا کردن که دختر با کس دیگه رابطه داره. خب بالاخره موضوع بسیار جدی شد و دختر از این بچه در خانهشان رفت و تا هنوز جدا هم نشدن. همین موضوعات سر زندگی من بسیار تاثیرات بد گذاشت. حتی بعضی اوقات میشه که من در ذهن در خیال در تفکر من بسیار گپا به وجود میاد که گویا من یک عقده که نسبت به خانواده خسرم دارم که اونا کاری را که با خواهر شیری ما کردن. در بعضی حالات من در حالت میباشم یک بار وقتی که عقده در وجود من میاد در ذهن من بعضی گپا تصور میکنه. مثلا یکی از روزها من در ذهن من تصور شد که من با خانمم جنگ میکنم و در این حالت جنگ برازی میگم برو به خانه تان تنها خودم ایده چی کردیم. همیشه من شک میکنم که این کلمه برو به خانه تان آیا به زبان آوردیم یا نآوردیم و امثال از این یک گپا در ذهن من خطور میکنه و بعدا یک قسمتی از یک کلمه که البته مشخص کلمه طلاق خطور نکرده صرف بعضی مفاهیم که دقیقا یادم نیست. همین مسئله میخوایم که حکمش چی است و چطور خود از این حالت نجات بتون چون من نمیخوایم که خانواده دچار مشکل شود یا ای که بین با خدای نخواسته جدایی و از این مسائل بسته. انشالله سوال واضح انشالله که جواب دریافت میکنید. تشکر از شما. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز شما رو خط هستین لطفا صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یه دو سوال شعری داشتم. یکی اینه که از گوشی و از تلویزیون قرآن شریف گوش کشیدم ثواب داره. سوالی بعدیم یعنی خودتره کرد بعد از 2 سال طفل بعد از 2 سال شیر میکشی رو تاش بازای میگه حرام یا چی چیزی؟ درست فهمیدی؟ سوال دومتون؟ این خودتره که این کودک رد
2 سال بعد شیر بدی، اون شیر بعضی علما میگه حرامه، اونو به ما توضیح بدی. چه شیری میدی یعنی؟ این طفلک، این کودک، این خود طفلک. نه شیر چی بده یعنی که حرام باشه؟ که در رمضان یعنی بهش شیر مادر بعد، یعنی مادر در رمضان اگه بهش شیر بده؟ نه این که بعد از 2 سال میگن اون از شیر باز کنی، بعد از 2 سال پوری شیر باز کنی، اون موقعی شیر میگن حرام باشه. درست. سوال دیگه هم داریم؟ از شیر مادر. نه قربان شما. تشکر از شما. سوال باز است. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، لطفاً صحبت کنید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بفرمایید. صدای شما وصله. لطفاً سوال شهریتون. شبکه به سال حق. به سال حق و برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. شما خوب هستید شما؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. زنده باشین. چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ یوسف هم از ایران. بفرمایید آقای یوسف عزیز. سوال اول اینه با اذان کلمه که ما به تهرانیم، تا تهران زندگی میکنیم، با اذان کلمه مشکل نیست افطار کنیم. اما وقتی اذان کلمه میشه خیلی هوارش نمیاد. درست. سوال بعدی؟ سوال دومم، به تنهایی نماز تراویح مشکلی نداره، میشه بخونی؟ اگه میشه بخونی چند رکعت بس بخونی به تنهایی؟ من اینجا نزدیکم، اینجا امام جماعت نیست، نزدیکم نیست که جای بخوام تراویح برم بخوام بخونم، تنها هم. یعنی میشه بخونی؟ نمیشه؟ چجوری؟ اگه میشه چند رکعت بس بخونم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ دست شما درد نکنه. سلام. زنده باشید. خدا خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی ظاهرا تماس مشکل داره. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هست. خسته نباشید. شبکه مساله. به سال حق و سوال شهریتون لطفاً. ببخشید میخواستم بهتون بگم من از صبح روزه هستم. حالا یه قطعه خون دارم، 6 ماه هم عادت ماهانه نداشتم. حالا قطعه خون دارم، گفتم ببینم من روزم باطله یا نه. سوال دیگه هم دارین؟ قبل از غروب یا بعد از غروب؟ هنوز غروب نشده دیگه. بیننده گرامی رو خط هستین؟ بله بله. یعنی قبل از غروب آفتاب لکه خون دیدین؟ نه همین حالا. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی. تشکر از شما. ممنون. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، لطفاً صحبت کنید. ظاهراً تماسش مشکل داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما در ایران باید اذان شیعه باید افطار کنیم چون خیلی دیره. اگه زودتر هم افطار کنیم فکر میکنیم روزمون شکسته. یعنی اذان اهل سنت نیست در اون شهر که زندگی میکنید؟ ها؟ یعنی مسجد اهل سنت نیست یعنی که صدای اذان بشنوین؟ نه انسان شب میشه اذان. درست. بعد اگه همونجوری افطار کنیم فکر میکنیم روزمون شکسته چون درست نمیفهمیم چطوری. درست. انشالله مولانا توضیح میدن در این زمین انشالله. بعد میشه غذا رو کشید وقتی میشود؟ غذا رو کشید تا چه چیز رو تجدید کنه؟
غذا درست میکنیم. غذا رو بچشین. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی شما تماستون وصل، لطفا صحبت کنید. فیتی روزه را مثلا مردم میگه برنج بکشه و گندم بکشه، این میشه که فیتی روزه را فرسته به غریب، مثلا ما خودمون در عربستان سعودی در افغانستان یک غریب شهر دوام مثل زکات ولی میشه؟ یعنی به جای فطر منظورتونه؟ زکات فطر؟ فیتی روزه را بله بله. نمیشه که مثلا میگن زمان ماش بکشی، برنج بکشی، کوزا بکشی، فیتی روزه تا پیسه بکشی به غریب دوام. سال واضح است ان شاء الله. سال دیگه هم دارین؟ دیگه سوال یک سوال دیگه هم دارم برادر جان که از 52 گرم طلا چند گرم بکشه زکاتش؟ 52 گرم طلا از 50 گرم طلا؟ از 50 گرم؟ از 50 گرم طلا چقدر زکات داره اینه؟ درسته؟ انشالله همین سالتون دیگه. تشکر از شما. برونو کافی ساله یا بگیریم؟ 12 سال گرفتیم یعنی نیم ساعتی وقت هست. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. اگه لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید، صداتون واضح نیست. والا من متوجه صداتون نمیشم. اگر دوباره تماس بگیریم متشکر میشیم. تماس بعدی بلند رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بلند گرامی بفرمایید، لطفا صحبت کنید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. در همین نماز توفه رسول الله خواندن واجب است یا نه؟ یعنی نماز سنت برای رسول الله خواندن؟ توفه رسول الله پیش از نماز شام. نماز توفه بعد از نماز شام؟ بله. نماز توفه یعنی چه نمازیه؟ یعنی 2 رکعت سنت بعد از نماز شام یا نماز خاصیه؟ بعد از نماز شام نیاز میکنیم 2 رکعت نماز توفه رسول الله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. آخرین تماسی بحث کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، لطفا صحبت کنید. دارم تماس قطع شد. بیننده عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با هم باشید. حبيب عاد مشتاقا إلينا تفرقنا هنا وهنا التقينا فما أحلى لياليه تباعا وما أغلى دقائقه علينا أيا رمضان لا تعجل بترك أيا رمضان إنا ما اكتفينا يا رمضان إنا ما اكتفينا وصمت البؤس في عيني فقير يفجر نهر خير
قد ضاع زماننا فيما هوينا فإن الوقت خيل وهو يجري ونحن لغاية كبرى امتطينا أيا رمضان إنا اكتفينا يا رمضان يا رمضان يا رمضان وإن كانت عبادتنا اعتيادا وفي كسل لها نمشي الهوينا أهمتنا علت وسمت وإنا إلى أرقى مقاصدنا ارتقينا أيا رمضان إنا ما اكتفينا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا ضيفا كريما وأكرم نعمة أن اهتدينا هي الأيام مزرعة ويوم حصاد هو السرور بما جنينا يا رمضان إنا ما اكتفينا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان حبيب أدري ليزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که نماز حاجت و شکر چه حکمی دارن؟ اساسا انسان مسلمان همیشه باید پایبند نماز و طاعت و بندگی باشد تا اینکه وقتی که دچار مشکلی می شود حاجت و نیازی برایش پیش می آید به نماز و عبادت و طاعت و به ایمان خودش توسل بجوید. به این معنی که بگید پروردگار چون که من امروز نماز صبح را به طور مثال با جماعت خوندم فلان مشکل من را حل بکن. چون که امشب من نماز تراویح را خوندم، چون که من قرآن را ختم کردم، یعنی توسل به اعمال صالحه و به عبادات، این بهترین روش هست. و در مورد صلات حاجت، چیزی که به عنوان صلات حاجت یا نماز حاجت معروف است در میان مردم، که اگر کسی حاجتی داشت، نیازی داشت، میخواست که نیازش برآورده بشود، چند رکعت نماز بخوند و بعد از آن دعای خاصی رو بکند که معمولا به نماز حاجت یا صلات الحاجه گفته می شود. در مورد صلات الحاجه روایت صحیحی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده، یعنی هیچ روایتی در این زمینه به درجه صحت نرسیده که ما بتوانیم اون روایت را مبنا قرار بدیم برای اثبات یا اینکه دلیلی باشه برای خواندن صلات الحاجه. در مورد صلات حاجت چندین روایت وجود داره که این روایات این درمیان روایات موضوع و ضعیفی هستند. دو تا روایت که در این زمینه اومده، روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هست و روایت عبدالله ابن مسعود که هر دوتاشون روایات موضوعی هستند. و حتی روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را
علامه ابن جوزی در کتاب الموضوعات خودش ذکر کرده که الموضوعات یعنی در یک کتابی که روایات جعلی و ساختگی رو جمع کردن در این کتاب اومده و علامه زیلعی هم این رو تایید کرده که این روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه جز روایات ساختگی هست، یعنی روایت دروغی هست. و در این روایت اومده که صلات حاجت 12 رکعت هست. بعد از هر 2 رکعت نمیدونم که التحیات خونده می شود و در آخرش اومده که در سجده 7 مرتبه سوره فاتحه رو بخونید و از خود این کیفیت نماز هم معلوم میشه که این روایت جعلی هست و با توجه به روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد. به طور مثال روایتی هست در صحیح مسلم از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا منع کردند از این که در رکوع یا سجده من قرآن بخوانم و در این روایت اومده که شما در سجده 7 مرتبه سوره فاتحه رو بخونید. این تضاد آشکاری داره با این روایات و دلایل جعلی بودن این روایت هم بیش از این هست. و روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم در این زمینه روایت جعلی و موضوعی هست. 2 تا روایت وجود داره که یعنی موضوع نیستند، یعنی نمیشه گفت که 100% ساختگی اند و دروغین هستند، بلکه روایات ضعیفی هستند. یکی روایت حضرت عبدالله ابن ابی اوفا هست که در سنن ترمذی اومده و جالب این است که خود امام ترمذی هم این روایت رو روایت ضعیفی داره و بعد از اینکه این روایت رو ذکر میکنند میگه هذا حدیث غریب، این حدیث به اصطلاح غریبی هست و غریب هم جزء انواع احادیث ضعیف هست. و روایت دیگری هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که در الترغیب و ترهیب اومده که اون روایت هم روایت ضعیفی هست. در روایت ترمذی همون 2 رکعت ذکر شده، بر روایت برخلاف روایت عبدالله ابن مسعود که 12 رکعت بود. عرض کردم که روایت جعلی و ساختگی هست. برخی از علما که معتقد بر این هستند که به روایات ضعیف می شود استناد کرد در فضائل اعمال، گفتند که طبق روایت حضرت عبدالله ابن ابی اوفا که در سنن ترمذی اومده صلات حاجت رو بعضی از علما معتقد بر این هستند و در این روایت اومده که شما 2 رکعت نماز بخونید، 2 رکعت نمازی که غیر از نماز فرض هستند و بعد از آن دعا بکنید و دعایی هم که در روایت حضرت عبدالله ابن ابی اوفا آمده این است که لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. این دعا اومده که این دعا رو بعد از نماز بخونید. اما همون گونه که عرض کردم این روایات ضعیفی هستند. حتی این روایت به صورت ضعفش هم ضعف خیلی شدیدی هست. روایت حضرت ابن ابی اوفا ضعیف جدا هست و همچنین روایتی دیگری که در این زمینه هم اومده از حضرت انس رضی الله عنه همشون ضعیف هستند. پس بنابراین نمی شود که بر مبنای روایات ضعیف ما چنین عملی رو انجام بدیم. عبادات دیگری که در این زمینه هست، روایات دیگری که در این زمینه هست میتونید بر اون عمل بکنید و همون گونه که قبلا اشاره کردم به جای اینکه شما صلات الحاجت بخونید پایبند نماز فرض باشید، نماز سنت بخونید، نماز تراویح بخونید و بعد از این نمازها میتوانید دعا بکنید. یکی از جاهای اجابت دعا بعد از عبادات است. بعد از عبادت میتوانید دعا بکنید و حتی توسل بکنید به این عبادت های خودتون. پروردگارا چون که من روزه گرفتم فلان مشکل مرا حل بکن، چون که قیام و صلات تراویح خواندم، چون که فرض خوندم یا چون که فلان عبادت رو انجام دادم فلان مشکل مرا حل بکن. این روش صحیح و بهتر است و به نظر بنده صلات حاجتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و نباید چنین نمازی رو ما بخونه، بلکه دعا جایز هست بعد از هر نمازی. صلات استخاره برای به اصطلاح طلب خیر هست، در واقع یک نوع مشورت هست، طلب خیر از جانب الله متعال هست. اون در مورد یک امری هست که انسان میخواد یک کاری رو انجام بده، دو دل هست، نمیداند این کار رو انجام بدهد یا اینکه انجام ندهد. صلات استخاره رو میخواند و بعد از آن دعای استخاره و از الله متعال میخواد که پروردگار هر کدام کاری که برای من خیر هست و شایسته تر هست در دنیا و آخرت اون رو برای من مقدر بکن. صلات حاجت یک چیز متفاوت از صلات دعای استخاره هست. جزاکم الله خیر.
سال بعدی بیانه گفتن که اگر موش یا چلپاسه یا مارمولک از روی سجاده رد شود باید چیکار کرد؟ آیا سجاده بشوریم یا نه؟ در نجاست موش و حشراتی که ایشون مارمولک شکی وجود نداره، به اتفاق اینا جزء موارد حیوانات حرام گوشت و نجس هستند. اما به مجرد این که بالفرض بر روی فرش ما ببینیم که موشی راه می رود یا بر روی مصلا و لباس کسی باشه، این سبب نجاست لباس یا جانماز و فرش شما نمی گردد، مگر در صورتی که مطمئن باشید که این موش مثلا آغشته به نجاست هست. فرض کنیم که ادراری یا نجاستی دیگری بر روی زمین هست و شما دیدید که این موش بر روی این نجاست رفته و عملاً یک نجاست متعدی به اصطلاح وجود داره که مثلا خیس از آغشته به نجاست هست و بر روی لباس فرش اومده، اون صورت دیگری هست. اما بدون این در حالت عادی وقتی که موشی دست و پاش خشک باشن بر روی فرش یا جای نماز شما بروند، این به اصطلاح نجس نمی شود و نماز خوندن بر چنین فرش یا لباس یا جای نمازی هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، مگر در صورتی که به اصطلاح موش اگر بر روی لباس یا جای نماز یا جای ادرار بکند، ادرارش به اتفاق نجس هست، باید شسته بشود. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که 4 سال قبل ازدواج کردن و خواهر شیریشون همسر برادر زنشون هستن و گفتن که این خانواده دچار اختلاف شدن و فعلا به خاطر اینکه تهمت‌هایی به اون زن یعنی خواهرش زدن از هم جدا زندگی میکنن. گفت این قضیه بر من و زندگی هم تأثیر گذاشته الان و من همیشه نسبت به خانواده همسرم بخصوص برادرش دچار شک و بدبینی هستم و عقده دارم نسبتشون. وقتی بر زبان نمیارم، در دلم نیت این که اونو یعنی با همسرم بحث میکنم و اونو انگار میگم برو خانه پدر یا لفظ طلاق بر زبان نمیارم، در دلم چیزایی میگذرد میگه انجام میدم. آیا این تأثیری بر طلاق داره یا نه؟ متاسفانه این یکی از عوارض نکاح شغار به صورت کلی هست، گرچه که تفاصیلی در این زمینه وجود داره. به تعبیر دیگر همون ازدواج دو طرفه که یک خواهر یک کسی رو میگیرد و برادر اون فرد خواهر دامادشون رو ازدواج میکنه که ازدواج دو طرفه باشه. اگر یک خانواده دچار مشکل شد به خاطر انتقام هم که شده، به اصطلاح شاید روابط خانواده دیگر و زندگی دیگر هم در خطر بیفته. متاسفانه این گونه هست و در صورتی که هر کسی زندگی خودش رو جداگانه داره، اگر کسی با خواهر شما بد رفتار میکند، این به اصطلاح نباید سبب بشه که شما با خواهر اون فرد یا با همسر خودتون به اصطلاح به صورت نادرستی برخورد بکنید و زندگی خودتون رو هم دچار اضطراب و اصلا پاشیدگی بکنید. از نظر حکم شرعی آن چیزی که در ذهن شما مرور میکند شما یعنی مکلف به آن نیستید، یعنی حکم شرعی بیان تعلق نمیگیره. اگر کسی وسواس داشته باشه که زنش رو طلاق داده یا طلاق نداده، وسواس داره که زنش رو طلاق میده یا شاید طلاقش افتاده باشه، این گونه با حدس و گمان طلاق واقع نمیشه. طلاق در صورتی واقع میشود که شما هدفتون طلاق دادن است و لفظ طلاق را بر زبان می آورید، یا اینکه یک لفظ کنایه‌ای رو بر زبان می آورید و هدفتون طلاق هست، تصمیم طلاق گرفتید و لفظ کنایه‌ای رو مثلا بر زبان آوردید، مثلا به زن میگه که برو دنبال شوهر بگرد و هدفتون طلاق دادن هست، یا برو خونه پدر و مادرت، هدف طلاق دادن باشه، در صورتی که نیت باشه در الفاظ کنایه، در این صورت طلاق واقع میشه. در غیر این صورت که شاید این رو گفته باشند، شاید اون رو گفته باشند، شاید گفته باشم برو خونه پدر و مادرت، یا شاید نگفته باشم، شاید گفته باشم طلاقی، یه شک داره، در صورت شک طلاقی واقع نمی شود و شما بهتر است که یعنی این وساوس رو از ذهن خودتون دور بکنید. وقتی که چون این وسوسه در ذهن شما میاد، بیشتر استغفار بکنید، استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، یا ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این بسیار مفید هست برای دفع وسواس. سعی بکنید همیشه وقتی که این وساوس به ذهنتون میاد، این ذکر رو همیشه ورد زبانتون باشه و خصوصا وقتی که این وسواس در ذهنتون میاد. نه همسر شما طلاق نشده، بیشتر از این وسواس نداشته باشید و انشالله سعی بکنید که با این اذکار این وسواس رو از ذهن خودتون هم بیرون بکنید. شنیدن قرآن از گوشی تلفن یا تلویزیون آیا ثواب داره؟ به خود تلویزیون ثواب نمیرسه، اما به کسی که میشنوه ثواب میرسه. بله، تفاوتی نداره که این صدای تلاوت رو انسان از تلویزیون بشنوه، از رادیو بشنوه، از یک فردی بشنوه. خود شنیدن صدای قرآن تلاوت یعنی ثواب داره، هم
تلاوت قرآن ثواب داره و هم استماع قرآن ثواب داره و هم رسول الله صلی الله علیه وسلم احیانا این کار رو انجام میدادن. به طور مثال به حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفتند که یا رسول این که عبدالله برای من قرآن بخون. رسول الله صلی الله علیه وسلم به عبدالله بن مسعود گفتند و ایشون گفت که یا رسول الله قرآن بر شما نازل شده، من برای شما قرآن بخونم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من دوست دارم قرآن رو از دیگران بشنوم. و خود استماع قرآن یک احکام خاصی رو داره، همان گونه که تلاوت قرآن یک احکام خاصی رو داره. هم تلاوت قرآن و هم استماع قرآن، چه مباشرتا از مستقیما از یک انسان قاری بشنود این رو به هدف استماع و یا این که از رادیو یا تلویزیون بشنود، در هر دو صورت این ان شاء الله موجب ثواب هست. جزاکم الله خیر. شیر دادن به کودکی که سنش 2 سال بیشتر گذشته از آیا از نظر شرعی حرام است؟ نه، اشکال شرعی نداره، هر دو صورت جایز هست. یعنی اگر کودکی قبل از سن 2 سالگی شما میدونی که به اندازه رشد کافی اومده و به اندازه کافی رشد کرده و میتواند که از غذا استفاده بکند و نیازی به شیر ندارد، شما میتوانید قبل از 2 سال حتی کودک رو از شیر بگیرید. یا برعکسش اگر کودکی باز هم بعد از 2 سال نیازی به شیر داره، بسیار ضعیف هست، نمیتونه غذا بخوره، باز هم در این صورت هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. ولو اینکه بدون عذر باشه. فرض کنیم یک کودکی تنومند هست، رشدش هم خیلی خوبه، اما مادرش دوست داره بیشتر از 2 سال اینو شیر بده، باز هم از نظر شرعی گناهی نداره و هر دو صورت جایز هست. جزاکم الله خیر. 2 سوال است در زمینه با افطار کردن که بیننده گفتن که در یک از کانال‌ها وقتی که اذان پخش میشه به افق تهران هنوز هوا اندکی روشن است، گفتن چیکار بکنیم و بیننده گفتن که آیا میتونن به با اذان شیعه افطار بکنن چون که میترسن اینه که اگه زودتر افطار بکنن شاید روزشون نه، در مورد افطار انسان نباید این همه حساسیت داشته باشه. وقتی که اوقات شهری برای شما مشخص شده و از یک منبع موثوق به شما اعلام میشه که الان غروب شده و وقت افطار هست و شما نباید این رو به تأخیر بیاندازید و این زود افطار کردن یکی از سنت های روزه و افطار هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن امت من تا زمانی که دیر سحری میخورند و زود افطار میکنند بر خیر هستند. این فطرت هست و اصل آسانگیری در دین مبین اسلام هست. به محض غروب آفتاب وقت افطار هست دیگه. شما برای اینکه ثواب بیشتری ببرید از نظر شرعی جایز نیست که شما روزتان را عمدن طولانی تر بکنید و دیر به اصطلاح افطار بکنید. به محض اینکه آفتاب غروب کرد وقت افطار هست شما باید افطار بکنید. و اذانی هم که در شبکه‌های اهل سنت گفته می شود این بر اساس افق تهران هست. معمولا این شبکه‌هایی که اذان میدن توحید به اصطلاح وصال یا کلمه یا نور وقتی که اذان گفته میشه بر اساس افق تهران هست و بر اساس تقویم شرعی که در خود شهر تهران وجود داره. منتها احتمال داره که برخی از شبکه‌ها یک وقت احتیاطی رو بیشتری رو در نظر گرفته باشن، به این خاطر شاید تفاوت باشه در وقت 2-3 دقیقه مثلا جلوتر یا عقب‌تر باشه و تمام این شبکه‌ها بر اساس افق تهران اذان میگن و به محض شنیدن اذان از هر یک از این شبکه‌ها شما میتوانید افطار بکنید و بیشتر از این وسواسی رو نداشته باشید. جزاکم الله خیر. 5 دقیقه وقت مونده، 6 تا سوال احتیاط بکنیم. آیا میشه به تنهایی شخص نماز بخواند تراویح؟ نماز تراویح به تنهایی خواندن چه حکمی دارد و اگر بخواند چند رکعت؟ من اشکالی نداره. نماز تراویح هم به صورت فرادا درسته و هم به صورت جماعت اگر نزدیکشون جماعتی هست. و در مورد تعداد رکعات اون به اندازه‌ای که کیفیت نماز مطرح هست رکعتش مطرح نیست. این مهم این است که شما درست نماز بخوانید، نه اینکه چند رکعت بخوانید. به هر مقداری که شما توانایی دارید در منزل میتوانید که نماز تراویح بخوانید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت بوده همراه با وتر 13 رکعت و اگر 20 رکعت هم بخونید که مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت هست باز هم هیچ گونه اشکالی نداره. چه 8 رکعت خوندید، کمتر خوندید، بیشتر خوندید، 20 رکعت خوندید، بیشتر از 20 رکعت خوندید، هدف این است که شب‌های ماه مبارک رمضان رو شما با عبادت بگذرانید. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که 6 ماه است که عادت ماهانه نشدن اما امروز صبح روزه بودن و بعد از عصر قطره‌های خون دیدن، چیکار کنم؟ اگر به اصطلاح مطمئن هستند که قطره خونی هست و بعد از آن هم ادامه پیدا بکنند، این از نظر شرعی حکم قاعدگی و حیض رو به خودش میگیرد.
و وقتی که یک زنی قبل از غروب آفتاب، ولو اینکه چند دقیقه چند لحظه قبل از غروب آفتاب متوجه شده باشد که عادت شده، این روزش محسوب نمیشد، این روزش باطل شده و یک روز دیگر باید به جای این روز رو روزه بگیره. اما اگر مجرد یک وسواس از یا یک لکه بسیار ضعیفی از نه به اندازه خون عادت ماهیانه نیست و دوباره هم ادامه نداشته باشه که در این صورت روزشون درسته. جزاکم الله خیر. چشیدن غذا با دهن روزه چه؟ اشکالی نداره چشیدن غذا و برای کسی که آشپزی میکند، به شرط اینکه اون رو دوباره فرو نبرد، یعنی فقط طعم غذا رو شوری غذا رو یعنی مزمزه بکند و دوباره آب دهن رو بیرون بیاندازد، این اشکال شرعی ندارد. در زکات فطر آیا میشود به جای غذا و خوردنی مثل گندم پول بدهیم؟ اصل در این زمینه این است که غذا داده بشود، اما اگر در صورتی که نیاز فقیر تقاضا این بکنه که ما بهش پول بدیم، بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز هست که ما اقلام غذایی رو تبدیل به پول بکنیم، یعنی به جای غذا پول بدیم، قیمت اون غذا رو بدیم. از نظر شرعی اشکال نداره و نظر بنده هم در این زمینه این هست که پرداخت کردن قیمت پول یا صدقه فطر به صورت نقدی از نظر شرعی اشکالی نداره و درست هست. 50 گرم طلا چقدر زکات داره؟ طلا در صورتی که به اصطلاح 85 گرم باشه که برابر با 20 مثقال هست، در این صورت زکاتی به آن تعلق میگیره و در صورتی که کمتر از 85 گرم طلا باشه، در این صورت طلا به اصطلاح زکاتی به آن تعلق نمیگیره و در صورتی که طلا به نصاب زکات برسد، یعنی 85 گرم طلا یا 20 مثقال طلا باشه و یک سال بر آن گذشته باشه، 2.5% زکاتش هست، یعنی قیمت طلا رو قیمت بکنن و تقسیم بر 40 بکنن به صورت ساده و یک قسمتش رو زکات بدن، به عنوان زکات بدن، یا همین 2.5% رو حساب بکنن، زکاتش 2.5% هست. جزاکم الله خیر. نماز به نام نماز تحفه رسول الله که بعد از نماز شام خوانده میشه، نه ما هیچ نمازی رو یعنی به نیت این که به رسول ثوابش به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد، چه نماز سنتی باشه یا فرضی باشه یا نماز تحفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، چنین چیزی نمازی وجود نداره و این بدعت است و خود این که ما پایبند نماز باشیم، نماز بخوانیم، خواه ناخواه بدون اینکه ما نیت بکنیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثواب میرسد بدون اینکه از ثواب ما کاسته بشن. اما اینکه نمازی رو اختصاص بدیم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، به نیت رسول الله نماز بخوانیم یا روزه بگیریم، در شریعت اسلامی چنین چیزی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. خسته نباشید. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك